سرتاسر ایران بپذیرن که سکولار دموکرات کافی نیست، حتما باید فدرال، نه سلطنت طلبا، نه حکومت ولایتی، نه جمهوری راست ایران که مثل جمهوری ترکیه باشه. امکان داره به سکولار دموکرات امروز تن در بدن، چون دیگه نمیتونن بگن که ما میخوایم حکومت دینی بیاریم، این دین شیعه بر سرتاسر ایران مسلط بشه. امتحانشون در 100 سال اخیر پس زدن، حالا در 400 سال پس زدن. خب از طرف دیگه نمیتونن بگن ما میخوایم دوباره استبداد بیاریم، میگن چی؟ ما دموکرات هم هستیم. ولی چشم اسفندیار برای مستبدین، برای تمامیت خواهان دیگه سکولار دموکرات نیست، چیه؟ فدراله. بنابراین وظیفه همه احزاب سرتاسری که اعتقاد به عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات دارند باید در برنامه سیاسیشون بیارن فدراتیو. و خوشبختانه میتونم بگم اکثر نیروهای پیکارجو، مبارز، عدالتجو امروز به این نقطه رسیدن. پس بنابراین ما دشمنان داخلیمون محدود شده به چی؟ به طرفداران ولایت و سلطنت و جمهوری راست. یعنی ما گام‌های بزرگی برداشتیم. این گام‌های بزرگ رو بر اساس تئوری به دست نیاوردیم، بر اساس پراتیک عملکرد استبداد به دست آوردیم. عملکرد استبداد دینی که شیعه اثناعشری بود مسلط بود در قانون اساسی‌های دو مرحله از جنبش سیاسی ایران، بر اثر استبداد زبانی ما اینو به دست آوردیم. توده های مردم با پشت و پوست و استخوان خودشون تو شهرهای مرکزی اینو لمس کردن و فهمیدن که این 100 سال با اینا دروغ گفتن. آخوندا، شاهزاده ها و روشنفکران ملی مذهبی اینو فهمیدن و مردم ایران الان یک صدا برمیگردن میگن چی؟ میگن کردستان، بلوچستان، چشم چراغ ایران. پس بنابراین ما میتونیم قرون وسطا رو بشکنیم و وارد عصر مدرن بشیم، چون قانون اساسی هم مشروطیت هم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه افکار ارسطویی، افکار قرون وسطایی بوده و خوشبختانه به اعتقاد من انقلاب سومی که در ایران داره انجام میگیره انقلابی است سکولار دموکرات و فدرال. و به همین دلیل به نظر ما وارد مرحله انقلاب سوم خودمون شدیم. یعنی در حال انقلابی، مردم ایران در حال انقلابن، حکومت هم قادر نیست فضا رو برگردونه به عقب و با تمام نیروی خودش وارد میدان شد، با لاتا، چاوکشا، لومپنها، با حتی کسانی که به قول معروف در دو جنا سه جنای رادیکال صحبت میکنن. یعنی بس دیگه از اون مرحله ابتدایی گذشته، یعنی دیگه نمیتونن توده های مردم رو به دور خودشون جمع کنن. پوپولیسم به پایان رسیده. یعنی ما لحظه تاریخی واقع شدیم، لحظه، یعنی ما در عصری زندگی میکنیم ایرانی ها که جهان دیگری برای یک جهان ایرانی تصور میکنیم. این جهان جهان دموکراتی، جهان سکولار، جهان فدرال. هر کسی به فدرالیسم اعتقاد نداشته باشه مال عصر کهنه، مال دوران قرون وسطی است، مال تسلط یک دین، یک زبان، یک دولت بر جامعه است. و به همین دلیل دوستان عزیز، من به همه ایرانیان، چه بلوچش، چه کردش، چه ترکمنش، چه آذریش، چه فارسش تبریک میگم. واقعا تبریک میگم. خوش اومدید به انقلاب، به انقلاب سکولار دموکرات فدرال خوش اومدید. یعنی پایان سیاهی های تاریخ و آغاز سپیده دم تاریخ ایرانی. یعنی جهان ایرانی دیگه تغییر کرده. حالا دیگه نیاز نیست، به قول دوست عزیزمون بهرام گفت من 25 سال سقاره رو دیدم. با عصر دیجیتالی، با آمدن اینترنت کمک شایانی به ما کرده. عصر شبکه‌ای، عصر اطلاعاتی به کمک ما اومده. ما امروزه اینجا با یه دکمه با بچهای تهران، اصفهان، شیراز، قم، کاشان، مشهد، تبریز، بلوچستان، سیستان، همه جای ایران تماس داریم. یعنی ما دیگه احتیاج به مسافرت هم نیست. اینستاگرام هست، توییتر هست،
کلاب هاوس هست، همه امکانات هست. فقط چیزی که نیست شفافیت در گفتار. شفافیت مهمترین اصله. دوستان باید فقط شفاف صحبت کنیم. یعنی اون چی رو که ما در جهان میشناسیم و دیدیم و مثبت منفیش رو میدونیم برای مردم ایران تشریح کنیم. دیگه عصر تاریخی به پایان رسیده. یعنی عصر قلم کاغذ دیگه نیست، عصر اینترنتی است. بس بنابراین هر کدام ما یک رسانه هستیم و میتونیم از این رسانه ها استفاده کنیم و دست سلطنت طلب ها رو ببندیم، دست لات و لوت ها چاوکش ها رو ببندیم. ما میتونیم دست تمامیت خواهی ها رو ببندیم. میتونیم نوید بدیم به مردم ایران که ما در خارج از کشور هستیم، با شما همصداییم. ما معتقدیم کردستان، بلوچستان چشم چراغ ایران. زنده باشید. بله علیرضا جان، بسیار سپاسگزارم از دوستان عزیز. هر کسی که در این سخنان بین بهرام عزیز، من و علیرضا جان سخنانی داره که ضروری میدونه پاسخ بده، مایک بزنه که من مایک بدم بهشون، هر کدوم از دوستان. اگر نه که من پاسخ واحد رو میدم. بهرام اگه اجازه بدید. بفرما نیک جان، بفرما. نه واقعا من با دقت گوش میدم به سخنان بهرام گرامی. واقعا احسن واقعا لذت بردم. یه چیزی هست که فقط میخواستم توضیح کوتاهی بدم. اون مسئله فرهنگی جای خودش حتما واقعیت عینی اجتماعی داره، روزمره است. ولی مشکل ما قبل از اینکه اون فرهنگی که آوردن، اون فرهنگ خود زائده فرهنگ استبدادی، فرهنگ نگاه از بالا به پایین و در واقع مبشر دیکتاتوری اوریان خودش یه ایدولوژی بود. یعنی همه شما عزیزان میدونی که بعد با تفاوت چند دهه یا چند گاهی 100 سال 150 سال در خاورمیانه، در جهان سوم مسلمان، چند تا دیکتاتور آمدن از همون پان ایرانیزم و پان ترکیزم و پان عربیزم، اینا یه ایدئولوژی هایی کپی کردن که در واقع نهایت زمخت بودن خودشون رو بر علیه معیارهای، نرم‌های حداقل حقوق اجتماعی و بشری نشون دادن. یعنی اکثر دیدگاه‌های ساختار دولت ملت بر بنیاد یک نوع کپی زمخت و ناسازگار و ضد بشری بوده که ما در یک قرن گذشته اینا تجربه کردیم و واقعا فاجعه به بار آورد. واقعا حیف در این همه انسان‌ها رو پرپر کرد. بهترین کادرها، بهترین نسل‌هایی که میتونستن الان اون کشورها رو به یک حدی، نصابی از رشد علمی، دانشی، فرهنگی و فرهنگسازی سالم میرسوندن، همه رو یا کشتن یا اعدام کردن، یا کشتن اعدام کردن، شکنجه دادن، سربنیز کردن و در بدر نمودن. یک واقعیت این ذهنیت من 4 نسل اونجا وجود داره. هنوزم کسایی هستن که نوستالژی این ذهنیت تبعیض و از خودشون دور نکردن. گاهی این ذهنیت شکل عینی و روزمره داره در جهان عدی، و گاهی هم اصلا شرطی شدن اینو تکرار میکنن و باز تکرار این مسئله براشون شده یک نوعی خودسانسوری. یک هنوز یه سری آدم ها هستن از اینکه ذهنشون رو باز کنن به سوی فراگیری نوعی دیگر از نگرش، ذهنیت، دانش، بودن، پذیرفتن دیگران در یک مقیاس برابرخواهانه، در یک نگاه اجتماعی افقی، در یک نگاه دوستانه و صمیمانه و انسان مدارانه. این براشون واقعا سخته. چرا؟ خودشون در یک نوع قانع انحصاری به نام ایدئولوژی یا ذهنیت مریض برتری طلبی که خودش در واقع یک نگاهی نجات پرستانه، یک نگاهی با غریزه حیوانی هم هستش، قوتور شدن. اینه که داریم، به هر حال ما بخوایم یا نخوایم این مسئله هستش و یک عده‌ای اینو تبعیت میکنن.
مثلا همونطور که جناب یکتا فرمودن ترکیه هم سکولار هم لایک، ولی آیا این درد جامعه ترکیه رو حل کرده؟ نه. ترکیه برعکس الان به جایی که رو به سوی جلو بره داره دندقب میزنه و برمیگرده به گذشته با تو رویاهای امپراتوری عثمانی است که تلفیقی از ناسیونالیسم و مذهب رو دوباره به خاطر تسخیر ذهن توده ها به کار ببره. من الان یه مدتی یاد اون گفته از نویسنده گرامی ترک اسم آقای عزیز نسیم میفتم که یه زمانی سالهای 81 و 82 میگفت در ترکیه ساختار توتالیتر فکری کمالیست کمال مصطفی آتاتورک کاری کرده که دو سوم مردم تقریبا یا گوسفند یا چیزی شبیه نزدیک آره که یک روزنامه نگار حریت، البته این کلمه واقعا شایستش هم نیست، فقط اسمن حریت یعنی آزادی، تو میگی دو سوم مردم ما مثل گوسفند. نه من میخواستم بگم 80%، بعد به خاطر که شوکی در مردم وارد نشه و ایراد زیادی به من نگفتن گفتم تقریبا دو سوم. وقتی میبینی بعد از 21 سال مثلا در ترکیه یک فرد تبهکاری که هیچی نداشت الان به میلیاردها دلار پول برای خانوادش ثروت زده و انواع کاخها ساخته در آمریکا و مثلا یه هتلی ساخته 35 طبقه در آمریکا که هنوز تمام نشده، بعد پسش تو ترکیه و تمام این همه پول هایی که مصرف کرده در سال میلیاردها دلار پول مصرف میکنه برای سرکوب اون فوبیایی که نسبت به کردای خودش داره، فقط به خاطر اینکه جاه طلبی خودش و قدرت بمونه. خوب به هر حال اینه که مثلا وقتی که بعد از سکولاریسم و سکولار دموکراسی و فدرالیسم خیلی جاها هست ما باید در مقابلش بگیم که سکولار دموکرات به تنهایی کافی نیست، چون هیتلر هم سکولار دموکرات بود، موسولینی هم همینطور، پینوشه هم همینطور، فرانکو در اسپانیا همینطور، رضاشاه همینطور، رضاشاه و آتاتورک هم همینطور و نمونه ها زیادن. سکولار دموکرات البته سکوراژ به جای خود دموکراتش هم در بیان ولی در عمل نیست، چون دموکرات بودن یه فلسفه‌ای داره که فقط با شعار مطرح کردن که نمیشه. دموکرات بودن یعنی اصل احترام به اراده همه بدون هیچ تبعیضی و بدون هیچ هژمونی و بدون هیچ طلبی و بدون هیچ خشونتی. این دموکرات بودن یعنی این. من به خاطر اینکه آزادی بیان شما تضمین داشته باشه باید جان خودم به عنوان یک دموکرات به خطر بندازم که شما حرفتون رو بزنید. ولی در سکولار دموکراسی های کذایی همچین چیزی اصلا نیست. عمدتا در عمل توتالیتاریسم و دیکتاتوری و گاهی نگرش فاشیستی حاکمی به نام سوسیال دموکراسی. یعنی اینم خیلی مسئله است که مثلا خیلی ها با مسئله با کلمات بازی میکنن بدون اینکه واقعا اون همون کلماتی که اعلام میکنن بهشون اعتقاد داشته پایبند باشن به مسائل. ولی واقعا من جای تحسین بود برای من که جناب بهرام جهان عزیزمان از شیراز چقدر اینم بخشش حاصل اون اثرات حتما محیط فرهنگی خانوادگیشه و بخشش هم اون در جاهای مختلف بوده و چشمش باز کرده و باطنش و وجدانش روی دنیای آزاد ایشون رو به جایی رسونده که با چشم بازی به همه جوانب مسائل زندگی فکر کنه و بگه در شهر عزیز ایشون سعدی داشتیم که انسان دوست بزرگی میگه یه شعر جالبی من یادم افتاد، میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب به هر حال من یک احترام خاصی برای این شاعر بزرگوار دارم که چون سعدی واقعا انسانگرای بزرگی بود، اومانیست بزرگی بود داره و جای احسن امروز در شهر سعدی بهرام و بهرام ها و انسان های شریف اینطور با چشم باز میگه من نمیتونم آزاد باشم اگر در کنار من همه انسان های دیگه با ویژگی های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و فکری آزاد نباشن، پس من آزاد نیستم در اون صورت. یعنی
پیامش اینو برای من رسوند. بیا باشن. بله، مرسی نیک جان از فرمایشاتتون. عرضم به حضور که من درباره سعدی که تو دوستش داری، منم همینقدر دوستش دارم، همینقدر که چه عرض بکنم شما حتما بیشتر از من دوستش دارید. ولی علیرضا جان یک بار منو مجبور که نه، تشویق کرد که درباره سعدی یکی دو صفحه بنویسم از کارکرد سعدی که چه خدمت بزرگی به بشریت کرد. و من اگر شد یک شب حتما این 2 صفحه رو حتما خواهم خوند در این روم. عرضم به حضورتون که پرسش خیلی ارزشمندی رو واحد عزیز بر جای گذاشت در روم امشب، راجع به تفاهم ملی یا همبستگی ملی، که عدم همبستگی ملی رنج ایرانیان رو فراهم کرده در این 40 سال، به ویژه پس از روشن شدن ماهیت کلی حاکمیت ملایان، به ویژه پس از اینکه ملت یک صدا فریاد زدن جمهوری اسلامی نمیخواهیم و سید علی باید از تخت اریکه خدایی و الهی به زیر کشیده شود و به ویژه پس از انقلاب ژینا دیگه انسان انگار هر ساعت از در واقع زندگیش در آتش هست. به راستی انگار آدم شریک هر کدوم از این کشتارهاست بر اثر این عدم تفاهم ملی. انگار هر انسانی خودشو شریک این قتلها میدونه. اگر در یک گسترده فراخ در واقع یک جبهه وسیع ضد استبدادی قرار نگیره، انگار انسان در آتش افتاده. اما واحد عزیز، من به گفته مولانا به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. باور کن من در این 5 سال آخر، من هم در گروه نصر پادشاهی، دکتر نصر ممکنه بشناسید، درود دارم بر زیبا جان که تنها نگذاشتی امشب. زیبا جان امشب پروانه گرامی در ما در خدمتشیم. از آغازی که من روم باز کردم تشریف آوردن، تنها نگذاشتند و به روم ما با پرچمداری زنان شرف بخشیدند و خیلی خوب شد که ایشون تنها نشدن. سرکار خانمی اومدن ولی رفتن. من کلی شادمان شدم که پروانه خانم تنها نشد در جمع، هرچند که ما ولی از هم جنسان خودش هم یکی بود. خیلی خوب شد که تو تشریف آوردی که شونم تنها نباشه. به هر حال من تازه وقتم آزاد شدم اینجا. ببخشید من هستم در خدمتتون. خوشحالم. مرسی قربانت. عرضم به حضورتون که واحد جان، من در گروه نصر، دکتر نصر که هم وزیر امور خارجه بوده، هم رئیس شهربانی تهران و هم استاندار کرمان، مدت یک سال با گروه دکتر نصر در جمع شاهیان که 12 گروه سلطنت طلب پادشاهی خواه در اختیار داشت. الان هم اگه بزنید توی گوگل بکنی، اون 12 یا 14 سازمان نامی کاغذی رو در پشت اون چیز میبینی، صفحه. 1 سال کامل کار کردم در کمال روشنی و خودمو در روز اول هم هوادار سوسیالیسم و کمونیسم معرفی کردم که دروغ نگفته باشم و آنچنان باشون همکاری میکردم که همشون هم مورد حیرت بودن که ما باید در یک گروه اجتماعی بزرگ در یک جبهه ضد استبدادی وسیع کار بکنیم. روزی که منو بیرون کرد 90% نیروهای شرکت کننده در جلسه مخالف رأی دکتر نصر بودن که عزیز نباید بیرون کرده بشه. منو نتونستم تحمل بکنم.
با گروه سلطنت طلبان حزب مشروطه، خدا کنه یکیشون امشب این پایین باشه که من دروغ نگفته باشم، من هستم. تا اون جایی که هم خانم سرپرستشون و هم آقای نجاتی و آقای بیت اللهی از من دعوت کردن که درباره داریوش و همایون من سخن بگم، یعنی معرفی بکنم داریوش و همایون رو براشون. من حدود 44 برنامه داریوش و همایون رو از تلویزیون دیدم و تقریبا همه آثارش رو خوندم که بتونیم راهی رو پیدا بکنیم برای این همبستگی ملی. نمیشه، امکان نداره. شما هر کاری بکنی واحد جان، ما 57یم، یعنی هیچ تفاوتی برای مشروطه خواهان بین من و خلخالی وجود نداره، بین حزب توده ایران و خلخالی وجود نداره، بین فداییان و خلخالی وجود نداره. یعنی ما بودیم که ملاها رو آوردیم تا همه انسانها کشته بشن. یعنی ما هرگز یک کاری برای شکستن استبداد در دوره شاه نداشتیم. یعنی من الکی رفتم زندان در دوره شاه 2 ماه در ساواک زاهدان، یعنی هیچ چیز نبوده. من دارم دروغ میگم یا به دروغ جنگیدم، یا 400 افسر توده‌ای الکی کشته شدن، یا همه نویسندگان، مترجمین، شاعران همه به دروغ رفتن در زندان. نمیتونه. و الانم باید جان همین اکنونی که همه میرن به طرف همبستگی سیاسی، احزاب و سازمان سیاسی دارن میروند برای اتحاد سیاسی. چنانچه میبینی سازمان مجاهدین که گوشه‌گیرترین بود در این سالها بشارت گفت به همه نیروهای سیاسی که اتحاد امری درست است. از خاندان پهلوی شعار این می آید که برگردیم به ایران، ننگ بر مجاهد و فدایی و توده‌ای باید باشه، یعنی انتقام میگیریم. اینها واحد جان باور بکن به شرافتم، مشتی انسانهای عقده‌ای که ساختمانهاشون از دست دادن، شرکتهاشون از دست دادن، مقامات اداریشون از دست دادن و یک جمعیت بزرگ گسسته از قدرت که به خارج از کشور برای بازگشت و بازپس گرفتن اموال گذشته و کشتن آن کسانی که آنها رو بهارانی بچار کشتو کشارانی بچار چلنگا هاتا ماریا سوی کنارانی بچار در لندن دراهی جهان گوهری گنج بلوچستان میں دیشب خودت بودی دنیا سرگنجی طرفداران و هواداران بلوچستان میں بشارت یک ماه دیگر رو سوگن پماتانی گران برجای داری سنگران مگوتی شی سرا گوچو گوزران دراهی جهان گوهری گنج بلوچستان میں دنیا سرگنجی گنج بلوچستان میں بمڑائی امتان بندے بلوچی سنتان نیلے ادابی کنتا ظلم نرازی چوہتان دراهی جهان گوهری گنج بلوچستان شما اگر 3 بار برای زدن یک دنیا شرکت سرگنجی 3 بار پول گنج خورده باشید، بلوچستان نه فقط در حد مال برادرت سوگن بلوچی راتیه تنزانی شودن ماتیه مپاکوی یعنی با کسی شرکت مپاکوی پیروز گردانده باشی این شرکت رو، به دولت رسانده باشی و پس از 3 ماه ببینی که هم پسر در این راه کشته شده و هم همه اموال رو بردن و فرار کردن رفتن، باز دوباره هم واقعا حاضر به شرکت گذاری در یک تجارت خواهی بود. و همه ما رو سر بریدن. تو انقلاب مشروطه ستارخان رو خونین کردن، رها کردن، با متمم قانونهای اساسی دولت فردی ایجاد کردن
و همه رو نه نویسنده گذاشتن، نه شاعر گذاشتن، نه هیچ چیز. و با 2 برنامه اساسنامه‌ای مشترک که زنها کنار باشن، سنی ها کنار باشن، کرده ها و بلوچ ها کنار باشن، هر دو منشورشون هم اساسنامه پادشاهی و هم اساسنامه ملاها رو ببین، در جدایی زنها و در جدایی اقوام و ملیت های ایرانی ببین فرقی میکنن با یکدیگه و در تمام جهات هم با هم مساوی هستن. شما این کسی رو که ادعا میکنه من بزرگترین سطح اپوزیسیون در شناسایی بین المللی هستم، یک بار دیدی تقاضا بکنه با حزب دموکرات کردستان گفتگو بکنه؟ هرگز. واحد جان عزیز، با شورای مدیریت گذار آقای شریعت مداری قاصدهای ویژه میفرستاد برای آقای رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی، من تنها جریان سیاسی هستم که همکاری با نیروهای مشروطه رو پذیرفتم. بزرگترین کسی که پادشاهی است و معلم تو بوده آقای آهی در شورای مدیریت گذاره. خواهش میکنم بگو یک بار که ما هم وجود داریم. نگفت و هرگز نرفت. نمیشه. اگر منظور جناب عالی از این همکاری در این موارد این هست که نیروهای جمهوری خواه و پادشاهیان با هم باشند، امری محال است، نشدنی است. ما رقیب با همیم. آنها در خودشون منسجم بشن، خودشون رو تقویت بکنن، آنها از یک سو ما از یک سو، مانند نیروهای 2 اردوگاه بزرگ در جنگ جهانی دوم که برلینو از هر طرفش یک نفر گرفتن. بکنن این کار رو. آنها میدان خیابانی نیستن، من بهت قول میدم. سپاسگزارم. در این زمینه خواهش میکنم دوستان سخن بگن، خود واحد جان سخن بگه تا قضیه روشن‌تر بشه. سپاس. کوتاه اگر اجازه بدی دوستان. خواهش میکنم بفرمایید. من هم سن و سال همه بچه شاه هستم. دو هفته تو زندانهای ژاندارمری ایشون تو منطقه خودمون بودیم، بعد چه کتک‌های مفصلی خوردیم و بعدش هم خمینی آمد، سالهای سال زندان و معلولیت دائمی هم همراه شد. بعد همین بروکسل هم تو 20 فوریه همه امسال، در واقع نزدیک 4 ماه و نیم پیش، همین آمده بودن، بسیج داده بودن در سراسر اروپا. سیاست‌طلبان آمده بودن، چیده بوده 3000 نفر بودن. بعد بچهای دیگه هم بودن، یعنی در واقع تظاهراتی بود 10000 نفره، اونم 3000 3500 نفر اونها آمده بودن با پول‌های زیادی که مصرف کرده بودن و بسیج سراسری و تلویزیون‌ها و رسانه‌های اجتماعی و اینا. بعد اینا هنوز جلو کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا که در واقع جایی که مهد دموکراسی و شرکت 32 زبان و 28 کشور آمد اونجا در نهایت وقاحت و لومپنیزم، هم اون خصلت فاشیستی خودشون و هم اون نگاه فکری جان چهارمی خودشون رو بار دیگه به نمایش گذاشتن. 3 نفر بچه‌ها رو مجروح کردن. خود من توهین کردن که بله تو که چشم نیمه برو کنار، کور نمیدونم چی و از این چیزا. ولی چندین نفر بچهای مجاهدین و بچهای کرد و بچهای احزاب دیگه، یک دو تا بچهای بلوچ هم که فردی آمده بودن، اینا هجوم بردن که اونجا ما دیگه وقتی دیدیم دیگه اینا لومپنیسم به جای رسیده که ما چون بچهای کرد هم کم نبودن، چیده بود 3000 نفر آمده بودن، اینا رفتیم جلوش. گفتم اگه میخوای درس طبیعی بشون، همونطور که در مقابل جد شاه و پسرش وایسادیم، میتونیم در مقابل فاشیسم خمینی و دار دستش وایسادیم، در مقابل شما میتونیم درس خوبی بهتون بدیم، کوتاه کنیم. اینجا بود کوتاه آوردن. یعنی مسئله مشکل ما با نه فرد نه با افراد اونا هست، ولی مسئله مشکل ما همون ذهنیت اینا بعد از 40 خورده سال در خارج همون ذهنیت دارن که در گذشته داشتن، در واقع انتقام گیری و عقده‌ای بودن و حتی ولو به قیمت اساساً مینیمم های نرم انسانیشون اینا در رژیم ادغام شدن، تلفیق کردن و بارها با نیروهای سرکوب رژیم همکاری کردن. خود بچه پهلوی میگه که من جنگ ایران عراق رفتم تو هواپیما برای دفاع از کشور شرکت کردم، ارادتم با اینا داره. بعد خودش رو میگه من در آمریکا باید طبق عرف مسائل مذهبی شیعه 12 ازدواج میکردم. همش سینیال میده که من یه فردی هستم اصلاح طلب
و با رژیم هم سر و کار دارم، با برادران پاسدار و بسیج میدونی اینه که در مبارزه برای آزادی که نمیتونی بینابینی باشه و مغلطه کاری و همه چیز با هم ساده لوحی نمیشه. ما اینها رو ده ها بار امتحان کردیم، نمیشه واقعا نمیشه. یعنی کسانی که دنبال ذهنیت گذشته هستن و کسانی که دنبال آزادی و سعادت مردم و برابری هستن نمیتونن با جریان فکری که ضد برابری، ضد ارزشیه و سالم نیست، یک جریان مخلوطی از رژیم گذشته و حاله و کارش هم همیشه کمک رسانی به در مقاطع مختلفی که رژیم به خطر میفته در سطح جهانی و نیروهای مخالف رژیم میرن به طرف اتحاد. بارها این کار کرده. این جریان سلطنت طلب در اشکال مختلف همسو با جریانات رژیم به اسم اصلاح طلب و رفرمگرا و نمیدونم امثال هم ظهور میدن و برنامه دارن و اینا اتاقهای فکریشون با هم کار میکنن. الان نگاه کن، اونایی که تو اتاق فکری بچه پهلوی هستن نصفشون نفرات رژیمن. از اون بنیانگذار یکی از بنیانگذارای سپاه پاسداران بگیر تا قانع فرد عضو سپاه قدس بچه مریوان تا ابراهیم یزدی تا ثابتی رئیس ساواک و خیلی کسای دیگه هستن. اینا با هم کار میکنن با ناسا، با نایاک رژیم. یعنی اینه که در واقع نباید ساده لوح بود و یه خورده آدم باید حافظه تاریخی هم داشته باشه که گذشته دوران جدش رو ببینه با چه جنایت هایی این خودش رو تحمیل نمود، پدرش همینطور و نوه این که 3 تا 5 میلیارد دلار در بعد از سقوط پدرش خود و خانوادش پول مردمان ایران رو برداشتن و الان با اون پولهای دزدیده شد از ملت‌های در اثرات دو ساختار ارتجاع مغلوب و غالب امروزی به سر میبرن. چطور این هر از گاه اینو به عنوان یک لولویی در صحنه خارجی چنان به کار میبرن که گویا در واقع یک اهرمی هست برای نیازهای حاکمیت آخوندا در خارج از کشور. این نمیشه با همچین جریان میکروبی همراه آمد. همه میتونن بجز اینا، تمام جریانات جمهوری خواه، مجاهد، احزاب چپ، فرهنگ حاکم، سازمان‌های ملیت‌های تحت ستم، جریانات فمینیستی، جریانات کارگری، احزاب چپ، همه اینا میتونن در یک دیالوگ سازنده میتونن جبهه فراگیر نجات ملی رو برای ایران در واقع پیریزی کنن. من همیشه آرزوم این بوده در این 35 سال اخیر حداقل همیشه دنبال این اتحاد بودم و هستم و خواهم بود، ولی یه جاهایی هست مثلا پرنسیپ و اخلاق و پایبندی به تعهدهای وجدانی که نمیتونی بگی همه با هم. اینو ما بارها تجربه کردیم، همیشه به ضرر آزادی جامعه و دموکراسی تمام شد و به نفع یک عده‌ای قلدر و دیکتاتور ماب و تبهکار سیاسی تمام شده. این غیر ممکنه که با یک جریان انگلی اسم شاه اللهی کنار بیایی. شاه اللهی و حزب اللهی اینا هر دو یک ذهنیتی هستند که هم دیگه رو تکمیل میکنن، دو روی یک سکه هستن. غیر ممکنه یعنی آدم مگه دیگه خودشو نادان باشه و خودشو فریب بده؟ نمیشه در هیچ شرایطی همچین جریانی اعتماد کرد. چرا؟ چون درس شد پس داده بارها، اونم یک بار دو بار نه. اینه که در واقع با همه اتحاد برای یک جبهه وسیع سراسر، برای اتحاد ملی در یک جغرافیای فدرال، در یک جامعه عاری از هر گونه تبعیض و ستم، حتما نیاز ضروری مبرم تاریخیه و باید هم این کار کرد، ولی بدون این جریان فاسد، این جریان بغایت ضد بشری و فاشیستی. ذهنیت شاه اللهی ذهنیت فاشیستی، همونطور ذهنیت حاکم آخونده همونو تداعی میکنه منتها زیر لوای نام مذهب. همین میخواستم بگم که وقتون نگیرم، دوستان دیگه فیض میبریم.
بله سپاسگزارم. امیدوارم که علیرضا هم در این زمینه به ویژه پاسخی برای واحد جان عزیز برای اینکه ایشون هم نظر خودش گفته باشه. علیرضا جان ماک در اختیارتون در زمینه این وفاق ملی و تأمین همبستگی ملی که واحد جان با پرسشی دردمندانه طرح میکرد، این چگونه است؟ شما چه میبینید در این زمینه؟ علیرضا عزیز هستی؟ علیرضا جان هستی؟ آره هستم. تازه رسم. ببین واحد عزیز خیلی دوست دارم، با قول من مدت هست با هم هستیم، حالا از طریق کلاباس امیدوارم یک روزی همدیگر حضوری ببینیم. واحد جان نمیشه هیچ گونه همکاری با سلطنت طلب ها امکان نداره. نه اینکه از طرف ما در هیچ مراسمی در هیچ جایی که سلطنت طلب باشه نرفتیم و به کسی توهین نکردیم و هرگز کلمات زشت بیان نمی کنیم. یعنی میگه از خدا جویم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب نه تنها خود را داشت بد، بلکه در آتش به همه عالم زد. این مولوی وقتی میگه از سوختش میگه، از سوختنش میگه. ببین عزیز من، شما هر تظاهراتی ببین سازمان مجاهدین، ما تو خارج از کشوریم تظاهرات میذاریم، سازمان مجاهدین برای خودش تظاهرات میذاره با پرچم، مثلا هر حزبی که تو اروپا هست برای خودشون تظاهرات میذارن، افراد خودشون دعوت میکنن تو تظاهراتی که خودشون دارن. یک روز تظاهرات میذارن برای صلح جهانی، در اون تظاهرات همه رعایت همدیگری میکنن. سلطنت طلبها وقتی تظاهرات که فراجنایی میشه، میخوام فقط یه تصویری بهت بدم. یا این تظاهرات حامد اسماعیلیون گذاشته برای دادخواهی. خب همه ما میریم میگیم آقا عکس، هیچ که حق نداره عکس بیاره، هیچ که حق نداره علامتی از سازمان ها و جریان خودش بیاره، چون مسئله به قول دادخواهی یا مسئله اعدام یا مسئله آزادی زنانه یا آزادی زندانیانه. بنابراین همه شرکت میکنن. ولی سلطنت طلبها میبینی 20 نفرن میان با 20 تا پرچم به قول سلطنت طلبی به اضافه عکسای رضا پهلوی. ببین واحد از شما تو ایران هستید، ما تو خارجیم و الان ما به قول ما میخوایم زمینه برای ورود به ایران آماده کنیم. خب سازمان مجاهدین میاد بدون پرچم، فدایی هم میاد بدون پرچم، توده ها میان بدون پرچم، جمهوری خان انواع اقسام میان بدون پرچم. اما سلطنت طلبها که میان عکس رضا پهلوی، پرویز ثابتی، آقای فراستی، هرچی شکنجیگره، عکس رضا شاه، محمد رضا شاه، همه رو میارن و در جلوی صف هم میرن. حالا تعدادشون هم نگاه کنید 50 نفر بیشتر نیستن. به طوری میخوان نمایش بدن با اینترنشنال روزنامه‌های دیگه که این همه مردمی که اومده مال ما. این اصلا از نظر انسانیت درست نیست. بعدش هم وقتی اعتراض میکنی میگه آقا این چیه، با چشمای دریده به قول من شعبان بیمخی با کلمات زشت هم نمیکنن. بعد هر چی دهنشون میرسه میگن. خب چگونه میشه با این نیرو پیوند کرد؟ حالا تو اعتراض میکنی میگه آقا هیچکی نیاورده شما هم نیاری. بعد وقتی اعتراض میکنی اعتراضت با فحش جواب میده، با توهین، که به حدی رسیده دیگه الان به قول معروف دست به اعمال شنی میزنن دیگه. الان همه چی اینترنتی دیگه، هم ضبط میکنن، کسی نمیتونه منکر بشه که. الان برو به آرشیو نگاه کن. خب چگونه میتونی با این نیرو متحد بشی؟ آره ما متحد میشیم، ما با مجاهدین، توده‌ای‌ها، فدایی‌ها، با جمهوری خواهان متحد میشیم، با حزب دموکرات کردستان، با کمله، با بلوچا، با همه اینا مشکل نداریم. مشکل اساسی ما در حال حاضر خود شخص آقا رضا پهلویه که نمیتونه حتی خانومش کنترل کنه. من نمیگم نباید کنترل، میتونه بهش بگه آقا از ادب بدوره. مثلا شعار مرگ بر ستمگر، چی شاه باشه چی رهبر. شما ادبیات خوندین،
استاد دانشگاهی، مرگ بر ستمگر، چی شاه باشه چی رهبر. این کجاش نقص داره از نظر واژه، از نظر دستور ادبیات، از نظر حتی مفهوم. مرگ بر ستمگر یعنی کسی که ستم میکنه. حالا این ستمگر چی شاه باشه، چی رهبر دینی باشه، چی رهبر به قول حزبی باشه، لایق مرگ دیگه. ما لایق است که از بین بره. ولی اینا ناراحت میشن. چرا ناراحت میشن؟ چون خودشون میدونن چه کار کردن. همین امروز برین سرچ کنین خواهر وحید افراخته سال 50 تا 54 زندگیشو بخونید. حالا من نمیگم، من در کنار خودم دارم. من به شما میگم من در کنار خودم دارم. اون سالها وقتی دستگیر میشدن، شلاق هایی که میزدن، شما باید بعد از اون شلاق ها دیگه نمیتونستی راه بری. تو زمان شاه عزودی وقتی میامد تو با سلول 209 ایوین یا غزل سار یا قصر، بچه های 17 ساله زندان بودن، میترسیدن چون مست بالای سر خانم های جوان. آقا تو جنبش دانشجویی شرکت کرده، چی میخواید؟ میگه نه، اینی که تو جنبش دانشجویی شرکت کرده حتما با یک سازمان تروریستی ارتباط داره. آقا ما اعتقاد داریم که هر کشوری سازمان اطلاعات داره. این سازمان اطلاعات باید برای چی باشه؟ برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان. ولی هر کی رو زندانی میکردن من تو دادگاه نظامی میبردن. آقا یه دانشجو چرا باید دادگاه نظامی بره؟ بعد اتهامش چی بوده؟ علیه امنیت کشور و همکاری با بیگانگان. خب همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه، همون کاری جمهوری اسلامی کرد. هر کسی میگره، من خودم تو جمهوری اسلامی حداقل 3-4 سال تو زندانش بودم. اتهامم چی بود؟ علیه بیگانگان و علیه امنیت کشور و همکاری با بیگانگان. خیلی سخت بود دیگه. یعنی تو جاسوسی، یعنی تو همون جاسوسی هستی که به قول ما اسرار کشور به دیگری میفروشی. آخه این اتهام درسته برای یه دانشجو، این اتهام درسته برای یک معلم، این اتهام درسته برای یک مهندس، برای یک معترض به استبداد این اتهام درسته؟ خب این اتهام در زمان شاه بوده، در زمان جمهوری اسلامی بوده. حالا اینا میگه ما میخوایم همون نظام رو بیاریم، ما میخوایم دوباره پرویز ثابتی بیاریم رئیس ساواک ایران بکنیم. پاسخ من چی میتونه باشه؟ شما جای من آقای واحد میشه با این نیرو متحد شد؟ میشه؟ آقای رضا پهلوی تو جریان حالو، حالا من نه حالو رو میشناسم نه اون بقیه رو، ولی فیلم رو میبینم، انگشت میبینم. به حالو میاد میگه اگه آقای رضا پهلوی نتونسته تهران رو فتح کنه، حداقل ماتت حالو رو فتح کرد. ببین اون تزدیمیسه. قبلا هادی خورسندی بوده چند ماه پیش، اگه یادتون باشه حمله با هادی خورسندی، اون یه جوری ما گفتیم آقا بکن. بعد اومدن با حالو، بعد اومدن به خود ما. بقول من تو تظاهرات میرم، هیچ وقتم توهین به کسی نمیکنم، بقول من هیچ حرف بدی نمیزنم، ولی اینا اصلا وحشتناکن. واحد جان به هیچ عنوان نمیشه با اینا نزدیک شد. نه مثل که حالا با اینا علیرضا جان نزدیک تصادفاً اگر اومدیم و اینا حاکم شدن دست به کشتار وحشتناکی میزنن، اون وقت با چه کار کنیم؟ با کی گریه بکنیم؟ اصلا یه چیزی شعارشون 57ه. اینا اگه حکومت بیان دقیقاً چهره هیتلر رو در ایران زنده خواهند کرد. اینو بهشون بگم، یعنی وحشتناکترین نیروی سیاسی در ایران که میتونه برای ما وحشت بیافرینه همین نیروهای سلطنت طلبان. یک کلمه شون ببین، تو بیایید تو تظاهرات خارج از کشور اینا رو ببینید، بیایید فقط یک روز یکی بیاد همین چیزی که تو لندن اتفاق افتاد نگاه کن. مردم میاد فوش ناموسی میده. بابا همین فوشا رو تو ایوین مومد دادن، همین فوشا رو من 209 خوردم، چه از ساواک چه از ماموران امنیتی ساواما. یعنی فوش. حالا به شکنجه ها رو کار ندارم، اینا الان که نمیتونن ما رو شکنجه کنن، فوش میدن و بعضی جا هم حمله میکنن، میزنن، اصلا میزنن، واقعا دستشون برسه تو تاریکی، تو روشنایی، تو جمع امکان داره چاقوان بزنن. هیچ بعیدم نیست، چون اینا این کار کردن. اینا تو آلمان زمان شاه
که دانشجوها تو به محض ورود محمد رضا شبرای آزادی زندانیان تظاهرات کرده بودن جلوی یک شهرداری برلین، مامورای ساواک و چماق به دستاشون به دانشجوها حمله کرده، یا آلمانی هم کشته شد اونجا. خب اینا الان فرصت ندارن، اینا قدرت رو دست بگیرن همونن. یعنی یقین داشته باشی اینا با اولین به دست گرفتن قدرت خاطر جمع باشی. شکنجهگاه اوین و راخان انداخت 10 برابر جمهوری اسلامی، چون نیروی بیشتری وارد میدان شد. امروزه نیروی انقلابی 100 بار بیشتر از دوران شاه است و از دوران خوب سالهای پیروزی انقلابه. اینو دارم به شما جدی میگم. یعنی امروز نیروی سکولار دموکرات فدرال در ایران بیشتر از همه زمانهای تاریخی. یعنی اکثر مردم جوانان ایران امروز خواهان یک حکومت سکولار دموکرات و فدرال هستند. حکومت سلطنتی محمد رضا شاهی یا رضا پهلوی چیه؟ اگه این خدمتی بنابراین راهی جهان گوهره گنجی بلوچستان میں. خب به خاطر همینم ما میگیم ما نمیتونیم با اینا در یک صف. این دیگه نظر ماست. اگر کسی خلاف این نظر داره باید اثبات بکنه، باید نشون بده. تا کنون که ما تو آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا هر جا تظاهرات گذاشتن سلطنت رو با تظاهرات گذاشتن ما دخالت نمی کنیم، تو تظاهراتشون هم نمیریم، از دور با اگر باشم شاید گذر بکنیم ولی دخالتی نمی کنیم. ما هم تظاهرات بذاریم اونا اجازه دخالت ندارن چون پلیس خبر میده. ولی اگه تظاهرات فراجنایی بذارن بگن کسی عکس هیچی نره، ما میریم بدون عکس، بدون پرچم، بدون هیچ آرمی، فقط عکس کسایی که تو این اعدام شدن یا تو تظاهرات کشته شدن، عکس اونا رو میبریم بالا یا عکس زندانیانو. ولی اونا میان با عکس رضا پهلوی، اونا میان با عکس شعبان‌فره، اونا میان با عکس به قول معروف چی بگم رضا شاه. حالا نمیشه که عزیز من تظاهرات فراجنایی اعلام کردن. یعنی کلیه رهبران سیاسی خارج از کشور اعلام کردن آقا امروز ما تظاهرات میذاریم فراجنایی، کسی عکس نیاره. خب ما نمیبریم. ولی اونا 20 نفر میان عکس میارن، بعد پرچم میارن، بعد من میگم آقا بیار پایین، میگه آقا چرا بیار پایین؟ شما برین رهبران عکس رهبران خودتون بیاریم. میگم آقا این تظاهرات مال من نیست، مال اون گروه نیست، این تظاهرات فراجناییه. ولی اونا بی حرفا گوش نمیکنن، اونا بی حرف اصلا اعتنا نمیکنن. و اگه زیاد حرف بزنی میریزن سرت میزنن. تو انگلستان ببین عکس چیز نگاه کن، فیلم هالیوود رو نگاه کن. من هالیوود رو نمیشناسم، من از طنزهای هالیوودش رفتم، من کاری به کارش هم ندارم، به قول طرفدارش هم نمیکنم، ولی ولی دفاع میکنم. چرا دفاع میکنم؟ میگم حق کسی نیست که انگشت به معترض کسی بکنه. این که خیلی حرف تو اینا میزه، اصلا عمل شنیه. و اون طرف میاد اونجا پیرمردی مثل همسن من شروع میکنه فوش ناموسی دادن. آقا چرا فوش ناموسی میدی؟ حالا اومده فیلمم بگیره. شما بیاید، من اسمم حقیقیه، تعارفم ندارم، حقیقی. آقا من اسمم حقیقیه که بیاد از من تو تظاهرات فیلم بگیر. من تو خارج از کشورم دارم تظاهرات میکنم، با قول معروف نیروی سیاسی هم و تو خارج از کشورم. ولی سلطنت طلبها اینجوری نیستن. تو تظاهراتی که میان با علم و کتل میان و با قول معروف حرکات توهین‌آمیز دارن و قول حمله میکنن به همه. ما نمیتونیم قربان برم با اینا متحد بشیم. این واقعیت کلام. من با مجاهدین، با فداییان، با حزب دموکرات کردستان، با کومله، با بلوچ‌ها، با ترکمن‌ها، با هر کسی که بگه، هر حزب سیاسی بگه میتونم برم تو تظاهرات، چون به من احترام میذارم، من به اونا احترام میذارم. ولی اونا میان میگن چی؟ میگن آقا نگید مرگ بر ستمگر، چی شاه باشه چی رهبر. آقا پس بگیم زنده با ستمگر، چی بگیم؟ آیا یه پادشاه ستمگر خوبه؟ حالا نمیگم پادشاه خوب یا بد، ولی یه پادشاه ستمگر که بده. اما بگیم مرگ بر ستمگر، چی شاه باشه چی رهبر. اگر یک رهبر خوب باشه مرگ برش تعلق نمیگیره، اگر یه شاه خوب باشه مرگ برش تعلق نمیگیره.
ولی اونا از این جمله بدشون میاد، چون میدونن ستمگرن، چون میدونن 150 سال که پدر و پسر خدمت که تو ایران حکومت کردن جز شکنجه، اعدام، کشتار کار دیگری انجام ندادن. چی کاری انجام؟ بیام پرونده رو بزنید چی رو. بعد بلوچستان علیرضا چه جان کردن؟ اینا به دنبال سیستم هم نیستن. خب اگر پادشاهی میخواید یه نامه بنویسید برای آقای فیروز نادری، رئیس بخش تحقیقات مریخ، ایرانی دانشمند مشهور، سن سالش هم کوچیک، زیر 60 سال، 55 سال داره، آدم دانشوری، همه ایرانی ها میشناسنش، جهان هم شما میگی پارلمان ها بشناسنش کمک بکنن، جهان فیروز نادری بیشتر از ایشون، کمتر از ایشون نمیشناسه. خب فیروز نادری رو باید کاندید بکنید. ببخشید علیرضا جان تو سخنت اومدم. بله. دوستان، فکر کنم جناب لطیف تازه اومدن، صحبت نکردن. یعنی این شاولاهی ها اصلا یه معضل بین المللی هن. یعنی همه بحثا فعلا یعنی کلا فضای رسانه و سیاسی و همه چی رو اشغال کردن، یعنی همه رو مشغول خودشون کردن. اینم البته خب سیاست جمهوری اسلامی. یعنی اگه یادتون باشه تقریبا 3-4 ماه پیش بود، این وزیر امور خارجه قبلی رژیم اومد گفت که ما نباید بذاریم خارج کشور این همه تظاهرات علیه ما بشه. بعد این سلطنت طلبها وارد کار شدن و به هر حال همه چی رو به هم زدن. سلطنت طلبها با کمک سپاه پاسداران چه به هر حال. جناب لطیف تشریف دارین؟ درود خدا بر شما. سلام عزیز، بفرمایید سلام قربان. علیرضا، سلام به شما همه دوستان. متاسفانه من طی قسمت خیلی معترضم، چون سابقا بچه‌ها که تظاهرات میرفتن همیشه درگیری پیدا میکنن مستقیم با سفارتخونه‌های رژیم، یعنی می اومدن یا این مراکز انجمن اسلامی یا از سفارت می اومد اخلال تو تظاهرات به وجود می اومد. همیشه بود. الان این مدتی به درستی هم شما گفتیم که تا قبلی هم نبود، جدیده از عبداللهیان ظاهرا گفت که آقا برای حکومت بده که خارج کشور هر هفته تظاهرات باشه. الان سفارتخونه رژیم و مراکز انجمن زدن که داخل یه سری بسیجی، سپاهی، جنایتکار رو تحت عنوان سلطنت حق فرستادن. اینا دارن کاری میکنن، فشار از مستقیم از روی رژیم جنایتکار برداشتن. تعریف میکنیم رضا پهلوی. آخه رضا پهلوی یه مزدور اجاره‌ایه، چه توقعی داریم؟ آخه مثلا چی؟ آقا یه آقازاده بود یه مقدار اموال دزدیدن آورده اینجا داره مصرف. بحث انقلاب زن، زندگی آزادی هم که با حاشیه کشوند، میزانی که توان داشت. انتظاری از اینا نیست. متاسفانه ما به انحراف داریم. اینا بسیجی هن، سلطنت طلب نیستن، واقعیتش نیستن. یکی هم عزیز آقا میگن که آقا بریم نادر فیروز نادری بریم برای سلطنت. خب آقا اگه سلطنت طلب رفت دنبال اون، خود رضا پهلوی نمیخواد، سلطنت نمیخواد که آقا یه اجاره است با سپاه کار میکنه. مشکلی که ما داریم اینه که به جای این که اینا بگیم به قاطع نمیدونم سلطنت، نه اینا بسیجی ان، سلطنت نیستن واقعا. یعنی مستقیم آخه نگاه میکنیم مثلا فلان پاسدار مستقیم از فرودگاه پرواز میکنه 24 ساعت بعدش پیش چیز علیرضا کیه رضا پهلوی نشسته. خب چیز مستقیم هست. ما ببینید تو تاریخ معمولا شاهی، حالا بخشی از تاریخ ما بوده، درست نادرست هم کاری نداریم، ولی که شاه میشد یه مشروعیت ظاهری پیدا میکرد، یا تو جنگ‌ها یه نشانی، یه کاری میکرد که مردم قبولش بکنن. مثلا بهرام گورو تو تاریخ داشتیم، میگفت تاج شاید دهن 2 شیر میگرفت که نشون بده یه از همه برتره. مشروعیت داخلی پیدا میکرد، یعنی در مقابل دشمن شاه انتخاب میشد. یه خانواده پهلوی اولین خانواده‌ایه که دشمنان اومدن انتخابش کردن به عنوان شاه.
یعنی زمانی که کشور ما اشغال انگلیس و روس بود، این دو تا قوا اومدن این رضا قانونی انتخاب کردن به عنوان شاه. بعد همین وضعیت، یعنی تنها خانواده یا سلسله که دشمنان ایران انتخاب کردن به عنوان شاه. ولی همیشه شاههای ایران گفتم در مقابل دشمنان شاه میشدن، نه که دشمنان بیا انتخابش کنن. بحث کردن راجع به سلطنت طلبها به نظرم اشتباه. چیزی که خامنه‌ای میخواد بسیجی، حتی اگه عکس رضا پهلوی بیاره، پاسدار، حتی اگه عکس پدرجد رضا پهلوی بیاره، اینا پاسدار بسیجی هستند. سلطنت طلبی وجود نداره. سلطنت طلب بخش، شاید نمیدونم تو دلشون واقعا چی میگن، شهریاری که اون اصلا سکوت کردن، نمیان با اینا نمیان. آقا یه کسی بود آقای سرکوهی، نه سرکوهی یادم نمیاد، این 40 سالی بود صبح تا غروب توی تلویزیون فوش میداد سلطنت، خود کنارش زدن اونا. آقای سعید سکویی، آره فکر کنم چی چیز، خود بنده خدا رو کنارش زدن. تبریش میگه این عده بسیجی پاسدارن، واقعا اینا سلطنت طلب نیستن. توی با تناب این آخوندهای جنایتکار تو چا نریم. نه رضا پهلوی سلطنت طلبه، نه اینا که تو خیابون، اینا بسیجی که اکثرشون هم از داخل صادر شدن به خارج کشور. ببخشید زیاد صحبت کردم. دوستان خواهشاً رومو به اشتراک بگذارید، دوستاتون رو دعوت بکنید. دادشاه جان دوستان دعوت بکنید هر کسش میل. آره جناب دادشاه، میتونین کمک کنین به ما تو گردوندن روم؟ آره درود و سلام. آره هستم زنده دارم باد. آره من حدوداً 1-2 ساعت نیستم. شهر جان بفرمایید، مایکتون باز گیر میکنه باز دوباره، بفرمایید. سلام، صدامو داری؟ بله بله صداتون هست، بله. بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشین. آقای عزیز، من همیشه میگم آقای عزیز و بعضی از دوستان بسیار مهمان نوازن. همین که پا میذاریم تو رومتون دعوت میکنید بیایم بالا و واقعا لطف دارید. من حقیقتش بعضی موقع چون میخوام شیر کنم، وقتی که هنوز نمیخوام دعوت شما رو واقعا رد کنم، ولی بعد میخوام اتاق رو شیر کنم، یعنی دوستامو دعوت کنم، نمیبینم، بعد دیگه مجبور میشم. ولی خواستم فقط برای عرض ادب بیام بالا و اینکه به هر حال تا اونجایی که بتونم، من فکر میکنم یکی از اتاقایی که الان مورد علاقه منه اتاق شماست و به قول دوستمون مریم تقریبا شما یه جورایی تمام وقت توی کلاب هاوس هستین. به نظر من این تاپیکی که زدین واقعا اگر شبانه روز بعد تاپیک بزنید در مورد بلوچستان، حقشونه. کسانی که در صحنه هستن، وقتی که هستن باید شما اینا رو معرفی کنید، باید اتاق در موردشون بزنید و تازه به نظر من خیلی هم کمه. من متاسفانه میدونم این دوستانی که من شدیداً بارها گفتم بهشون علاقه مندم، واقعا عاشق این بچه های مجاهد هستم، اگه بشنون گوش منو میگیرن. ولی واقعا بعضی موقع میگم واقعا خجالت میکشم که بگم من بچه تهرانم و اینکه به هر حال میگم درست نیست، ولی یه موقع آدم دلش به درد میاد. یعنی واقعا نمیبینن بلوچستان رو، الان نمیبینن، نمیشنون. و اینکه چی بگم دیگه، هر چی بگم کم واقعا میگم. و اینکه هر روز مثل همین امشب، شبای به اصطلاح جمعه که فردا صبح جمعه است، باور میکنید من یعنی تا صبح فکر میکنم 10 بار بلند میشم تلفنمو چک میکنم ببینم چه خبره. و آیا به نظر شما الان وقتش نرسیده که همه مردم، البته من میگم غیر از حالا بلوچستان، همیشه بارها گفتم کردستان هم همینطور، واقعا قهرمانن. این چند روزی هم که
میشنویم سالگرد اون فاجعه متروپول و این داستانهایی که ما میشنویم، ولی واقعا تهران کی میخواد این دوستانمون از خواب بیدار شن؟ یعنی خودشون رو واقعا به خواب زدن. من نمیفهمم. البته یادم هست مورد فکر میکنم همین آبادان بود که خب همه رومایی که بچه ها میزدن من باز اومدم اونجا و یک ناپریزی کردم، دوباره گفتم بابا تهران چرا بلند نمیشی؟ تهرانی ها چی کار میکنی؟ حتی به فامیل خودم تو ایران زنگ میزنم، میگم مثلا من دلم نمیخواد دیگه با شما صحبت کنم، چرا حرکتی نمی کنین؟ و اینکه چجوری آخه بلوچستان مگه با این همه جمعیت و این همه آدمایی که توی تهران هستن قابل قیاسه؟ چجوری اونا که راحت‌تر شناخته میشن و چرا باید ما واقعا بی تفاوت باشیم؟ من نمیفهمم. حالا این دوستانی که بالا هستین اساتید واقعا بگین که من قانع بشم چرا نمیخواد تهران تکون بخوره، حمایت کنه. به هر حال میدونم از یه طرف ما بله دقیقاً دوستانی که میان میگن ما نسخه نمیپیچیم، واقعا این رعب و وحشتی که رژیم میندازه، سرکوبی که میکنه، میدونیم بچه های بیگناه رو با این سن و سال کم اسیر میکنه، زندان میکنه. این به قول معروف حرکت هایی که توی مدارس دخترانه با این واقعا میشه گفت گازهای شیمیایی که میزنن، آیا واقعا ما چقدر باید سکوت کنیم؟ چقدر منتظر باشیم؟ من واقعا حرفی برای گفتن ندارم. با اجازهتون میرم پایین، اتاق و شعر میکنم تا جایی که بتونم. هستم در خدمت. مرسی مرسی شاروخ جان، خیلی ممنون، سپاسگزار. به هر حال تهران همیشه با ماست، در این ماه، در آن ماه، در این شب یا آن شب. امروز دیدی که تظاهرات بزرگ معلمین، آموزگاران، شورای آموزگاران در واقع بزرگترین بیانیه خودشو در اعلام تظاهرات بزرگ فراخوانده. این جنبش بزرگ در واقع مدیون این جنبش بزرگ آموزگاران هست که چوب خودشو در واقع در این دو ماراتون داد به کردستان ژینا و از ژینا به بلوچستان. این انقلاب ماراتونی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. بداغی بزرگ به گفته گفت این بار باید آنچنان بیاین برای دستگیری من. بعد از 5 سال زندانی دوباره رفت در زندان. اینی که از وکلامون گرفتن تا همه همراه این انقلاب و خیزش بزرگن. ولی میگیم که در هماهنگی با این جمعه های خونین، اگر همه شهرها فرا برویند در یک ساعت مشخصی، آن هم در روز جمعه، حتی برای 1 ساعت با یک گل زاهدان حمایتت میکنیم، بلوچستان حمایتت میکنیم. همین ما میخوایم یه همچین چیزی شکل بگیره که امیدواریم که این اتفاق بیفته به همین زودی که حتما خواهد افتاد. مطمئنیم. ما به هر حال برای 1 هفته این رومو با تغییرات بسیار کوچکی در موضوع امشب گذاشتیمش. گر شود این جمعه ها خاموش، خاموشی گناه ماست. گر شود این جمعه ها خاموش، به قول کسرایی عزیز شاعر بزرگ ملیمون، خاموشی گناه ماست. بلوچ ها را دریابید. ما تا 1 هفته به همین موضوع رو با 1 کم پس و پیش میبریم تا همه متوجه باشیم که باید در هر رومی میریم این مسئله رو عنوان بکنیم که این خیزش بزرگ، این هیزم رسانی، این بنزین رسانی، این زغال سنگ رسانی بر این قطار راه افتاده در حمایت انقلاب که ملا هر هفته میگوید جمعش کردیم، جمع شد، پاسدارا میگن. زاهدان به این دهنکجی با اون خیزش خودشون مردم بلوچ میگن تو غلط کردی که میگی جمع کردی، جمع شدنی نیست. سپاسگزارم، مرسی. دوستان عزیز، واحد جان میخوای چیزی بگی؟ واحد عزیز. دوستان عزیزی فعلا اضافه نشدن.
وای جان مایک داری یا نتت وصل نشده هنوز؟ آقای عزیز آقای لطیف رو نشنیدیم، اگر اجازه بدید ایشون جدید لطیف جان بفرمایید، خواهش میکنم. یا شنیدیم؟ اگه من یه لحظه بیرون بودم بله شنیدیم ممنونم. ولی من صحبت کردم، مرسی، خوش آمدید، شبتون بخیر. من صحبت کردم، مرسی. بسیار. بهرام جان نظر شما چیه؟ من و علیرضا درباره و هم نیک جان درباره گفتار تو سخن گفتیم، چیزی نداری اضافه بکنی بهرام عزیز؟ به صدای نازنین تو رو بشنویم یکم حال بیاین. خیلی از شما استادان عزیز واقعا تشکر میکنم. اجرای به قول خجالت زده شدم. خیلی ممنون از به قول من زیاد نمیتونم درست جواب بدم. ولی خیلی خوشحال میشم چون الان برای بار دوم هست که آقای علیرضا عزیز، آقای یکتا، من یه صحبتی از ایشون میشنوم که اصلا مثل به قول بهار نارنج شیراز وجودم واقعا میشکفه. کمتر میشنوم این رو. البته سخنان گوهربار شما که فوق‌العاده بود و واقعا ممنونم. در مورد صحبت‌های آقای یکتا صحبت کردن از همون مدرنیزه، حالا مدرنیزه نه ولی همون فلسفه ارسطویی و اتفاقی که افتاد و اینکه حالا من یه ذره بخوام به چیزش کنم، یه ذره بخوام جزئی تر بگم، به قول مدرنیته از عصر روشنگری شروع میشه. عصر روشنگری هم وقتی هست که دیگه افلاطونی رو میذارن کنار، میخوان از اشرافیت بذارن کنار و وارد ارسطو که به قول راشنالیسم میشه یا همون خردگرایی هست. حالا این ور آب یعنی اونجایی که ما هستیم توی انگلستان میشه اینا امپریسیست شدن که از بیکن شروع شد و جان لاک و بعدها، و اون ور آبی هم که فرانسوی هم از دکارت شروع شد که I think therefore I am و خردگرایی رو ادامه دادن و این بحث ارسطویی و این روشنگری که باعث این مدرنیته میشه توی میتونم بگم اوایل قرن 20 دیگه با صحبت‌هایی که نیچه میکنه و به قول اینا رو قشنگ روشن میکنه، یه جورایی از میره به قول نیچه میره توی غار برمیگرده میگه من ابرمرد هستم و از بزرگشون که آقای کانت هست رو زیر سوال میبره که میگه مثلا کانت مذهب اخلاق رو مبنا قرار میگیره، در صورتی که شما در فلسفه در علم به هیچ عنوان هیچ چیزی رو نمیتونی مبنا قرار بدی، مخصوصا وقتی که یک چیز سابجکتیو هم باشه و از کل رد میکنه و در مورد خودش و در مورد کلهم این که فلسفه چی شد و چی کار کرد، این عصر روشنگری، این مدرنیته یه یوتوپیا به ما به قول قول داده بود که ما یک وعده داده بود به ما که ما با مدرنیته با روشنگری به یک یوتوپیا همون مدینه فاضله برسیم و این مدینه و اسلحه پنهانی و چرخهای این عرابه‌ای که استفاده شد توی مدرنیته بر اساس علم بسته شد، علم و عقلانیت، خردگرایی، که نیچه میاد بیرون میگه اصلا همون عقل همون خرد هم یک چیز اکتسابی هست، سابجکتیو هست و اون رو هم حتی نمیشه مبنا قرار گرفت. اصلا کلا خرد از روشنگری و مدرنیته که علم رو استفاده میکنه و زبان رو محدود میکنه و باعث به وجود اومدن سیستم های توتالیتر میشه. توتالیتریزم حاصل مدرنیته است. این توتالیتریزم در بحث چپش ما توی کمونیسم و توی روسیه میبینیم یا توی چین، البته اونا واقعا نمیتونیم بگیم کمونیسم ولی خب اون برداشت خودشون هست، و در راست هم سیستم های سرمایه گذاری و اون برنامه‌ای که اتفاق شد و به جنگ ویتنام و به جنگ های جهانی و مسائلی که اتفاق افتاد، واقعا خود حتی مردم توی خود غرب هم به این نتیجه رسیدن که اینا باید از مدرنیته رد بشن. خب اینها بزرگهایی داشتن مثل سیمون بووا، سیمون بووا و اگزیستانسیالیسم مثل سارتر، مثل مخصوصا میشل فوکو، که اینا اومدن حالا یک ذره برگردوندن و گفتن چیزی به نام عدالت و به قول اون چیزهای برابری و این چیزها مکتب انسان رو به خوشبختی نمیرسونه. چیزی که انسان رو به خوشبختی و آرامش میرسونه قناعت و به قول اون
متانت نیست. چیزی که انسان واقعا به خوشبختی میرسه، انسان مثل یک حیوان، ما که واقعا از دهن فیل که نیفتادیم و بر اساسی که ما یک حیوان هستیم اگه بررسی کنیم میبینیم دلیلی این که ما زندگی میکنیم چیه. حالا بخوام خیلی کوچیک در اون چیزی که فوکو از نیچه میگه، البته اینکه در ارائه قدرت هست، یعنی ما فقط زنده هستیم. ریچارد داکینز میگه که سلفیش جین اسمشو میذاره، ژن خودخواهی. نیچه اولی خیلی قشنگتر میگه که ارائه قدرت هست، یعنی ما هر کاری میکنیم، یعنی حتی اگر از کنار یه جایی رد میشیم و به یه کسی، به یه گدایی هم پول داریم میدیم، این چیز خیر و فداکاری توش نیست، این توی اون لحظه برای ارائه قدرت شخص هست که این کارو میکنه. حالا صحبت و این مسائل رو که میگه، خب از نیچه میپرسن خب چی انسان رو خوشبخت میکنه؟ خب نیچه روی آرت، روی هنر، خیلی هنر و تا حدودی عقل، ولی خب بیشتر هنر و شور تاکید میکنه و خیلی هم متاسفانه نیچه و این برنامه رو خیلی اشتباه میگیرن، چون باعث میشه که خیلی فکر میکنن حالا حکومت رایش سوم که بعدها به هیتلر هم رسید بر اساس همین برنامه اگزیستانسیالیسم و یا حالت مثلا ناسیونالیسمی هست که اینا از نیچه گرفتن، در صورتی که نیچه به عنوان یک آلمانی اصلا از آلمانی ها متنفر بود، هیچ عنوان نمیشه گفت که ایشون نجات پرست بود. حالا صحبت قشنگ یا آقای یکتا فرمودن اینه که دقیقاً این اتفاقی که افتاده توی غرب، یعنی اینجا دیگه به پست مدرنیته اومدن. وقتی که میشل فوکو هم همون برنامه ارائه قدرت رو میگه، ولی میگه همه چیز انسان در زبانش هست، یعنی شما اون زبان فقط گفتار نیست، اون زبان میتونه مجسمه سازی باشه، میتونه شعر نوشتن باشه، میتونه هر چیزی که شما برای رسوندن اون چیزی که میخوای، اون ارتباطی که برقرار کنی، اگه ما به اونو بگیم زبان، محدود کردن زبان توی مدرنیته باعث به وجود اومدن توتالیتریسم شد. و اینجا یک چیزی که خیلی و دلیلی که از همین به قول مدرنیته اینا رد میشن و به پست مدرنیته میرسن این هست که میگه مثلا اصلا کل داستانی که تا الان بوده قبل از روشنگری که خب اشرافیت و افلاطونی بوده، یکی جنسش طلا بوده، یکی جنسش برنز بوده، یکی جنسش نقره، که حالا اینا خیلی وقت پیش ما رد کردیم. ولی این سیستم مدرنیته ارسطویی که از دکارت و از امپریسیست ها شروع شد، اینها همه تأکید رو گذاشتن بر مالی، منابع اقتصادی. از مارکسیسم بگیر که جامعه رو خب خیلی بیشتر در حد کارگر میبینه، یعنی فرق انسان و حیوان رو یعنی میبینه که انسان میتونه بهتر و منظمتر کار بکنه. حالا باز وارد اون مسئله هم نمیخوام بشم، فقط صحبت اینجاست که چیز خیلی قشنگی که من از صحبت‌های آقای یکتا فهمیدم اینه که انقلاب زن زندگی از مدرنیته‌ای که هیچ وقت وارد ایران نشد رد شده. مدرنیته‌ای که همون سیستم ادویکیشن بود، همون مدرنیته‌ای که باعث شد سیستم ادویکیشن بیاد و اون سیستم ادویکیشن باعث بشه که سیستم توتالیتر بیاد. ولی یک کوچولو بخوام در مورد توتالیتر بگم، توتالیتر یعنی این که مثلا به قول هانا آرنت ما سه نمونه انسان یعنی ظرفیت انسانی داریم. یکیش لیبر هست، یعنی این کارهایی که ما باید انجام بدیم که زنده باشیم. یکیش ورک هست، ورک یعنی کارهایی که ما انجام میدیم که این دنیامون رو میسازیم، هم سابجکتیو هم ابجکتیو، یعنی هم ذهنی و هم ابجکتیو، مثلا ساختن هواپیما، مثل درست کردن یک کتاب، نوشتن یک کتاب، معماری یک ساختمان، هر چیزی که تو این دنیا ما داریم درست میکنیم. اینم میشه ظرفیت دوم. ظرفیت سوم هانا آرنت بهش میگه کنش سیاسی. کنش سیاسی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما همه جریانات، همه اتفاقات یک جامعه توسط یک دولت، توسط اون حکومت داره برگزار میشه. یعنی وقتی که شما حقی به سیاست، از سیاست چیزی ندونید و وارد دایره سیاست نشید، یعنی یک دایره سیاستی هست. کنش سوم همون مرحله سوم ظرفیت انسانی که سیستم مدرنیته این رو فهمیده، اجازه نمیده که انسان‌ها وارد اون کنش سوم بشن که چی هست؟ که همون کثرت گرایی هست، همون پخش قدرت هست، همون فدرالیسم هست، همون به قول بیشتر شما وقتی میبینید یک کسی داره توی آتیش میسوزه، قبلش نمیپرسی آیا شما افغانی هستی یا ایرانی هستی که من نجاتت بدم؟ نه، شما مستقیم میرید نجات میدید. این سیستمی که حالا بخوایم کلهم در موردش صحبت کنیم، یعنی ما اگه بخوایم از مدرنیته و ارسطویی و این برنامه رد بشیم، به قول میشل فوکو ما همه انسان‌ها هستیم به خاطری که ارائه قدرت میکنیم.
پس ارائه قدرت ما که از طریق زبان یا هر چیزی هست رو سیستم توتالیته سانسور میکنه، خفه میکنه. سیستم توتالیته یک، اجازه نمیده که کثرت‌گرایی سیاسی و قدرت وجود داشته باشه. دو، اجازه نمیده که اجازه نمیده، مثلا بیشترین کاری که میکنه توی سیستم های توتالیته اینه که مخالفا رو میکشن، زندان میکنن. زندان های سیستم های توتالیته را شما نگاه کنید، مثل اوین ما هست. یعنی روشن فکر توی اینها میدونن تنها طریقی که میتونن این قدرت فاشیسمشون، این قدرت که دارن، چون همه ارائه قدرت هست و یه جمع مرکزگرایی یه قدرتی دارن، برای حفظ این چه کار دارن میکنن؟ خب بالاخره ما توی تاریخ باید نگاه کنیم. اینا خیلی ساده سانسور میکنن و اجازه حزب‌های مختلف، سیاست‌های مختلف، حرف‌های مختلف رو میگیرن، خفه میکنن. استفاده ما از توییتر، مثلا آقای ایلان ماسک دیروز نامزد کاندید ریاست جمهوری رو، رقیب ترامپ باشه رو، از پلتفرم توییتر میاد اعلام میکنه. یعنی اینها هم یک حرکات پست مدرنیته است. اینها میخوان از سیستم واقعا بکنن. این اتفاقیه که توی غرب داره میفته. از ریل ما گرفته تا ادویکیشن ما گرفته تا جوی خیابان ما گرفته تا کتاب هامون گرفته، همه اینها بر اساس یک مدرنیته فیک، حتی فاشیسم و ملیگراییمون هم بر اساس یک مدرنیته فیک از طرف همین غرب وارد شد و از طریق قدرت علم به قول خودشون اینها رو استفاده میکردن. ولی خب خیلی باز قشنگ فرمودن الان ما چیزی همون به نام اینترنت داریم. حالا نیازی نیست دیگه 80 میلیون مثل من بخوان 20 سال 25 سال تو همه جای دنیا بچرخن، برای چندین کمپانی کار بکنن که بخوان بدونن دنیا چیه و بتونن از این مدرنیته بیان بیرون. پست مدرنیته یعنی بیشتر به اون جنبه‌های اساسی رو بخوان در نظر بگیرن. برای این کارم انجام دادن به نظر من دو چیز هست که خیلی خیلی در مقابل چنین چیزی هست. یکیش همون فاشیسم هست که بزرگترینش همون ناسیونالیسم هست و دومی دین هست. یعنی این دو متاسفانه بزرگترین ابزار سیستم های مدرنیته در کنار علم شده. پس و یک چیز دیگه ای که من متاسفانه خیلی دارم میرم و دارم روش حالا یک گزارشی هم دارم تهیه میکنم، توی یک ماه گذشته اصلا با چنین چیزی متوجه شدم، این که جمهوری اسلامی میدونه همه جا رو خفه کرده، از داخل و حتی بیرون هم به قول خریده و اون من خودم مایه لندن رو از نزدیک صحبت‌های مگر اینکه آقای یکتا هم اونجا بودن، یعنی دقیقاً داشتن حرفای من رو میزدن. یعنی این چیزهایی که ما داریم الان میبینیم متاسفانه از داخل ایران تنها جبهه‌ای که برای ما مونده همین اینترنت و توییتر رو هم دارن از بین میبرن با مسئله‌ای به نام سایبری. دست سایبری ها روش شد. ما گفتیم شما چیزی به عنوان اسم نداری، عکس نداری، چی میگی تو؟ اگه واقعا میخوای لیدر باشی برای توی این انقلاب، ما حداقل با بدونیم شما کی هستی. از این مرحله رد شدن، وارد مرحله جدیدی شدن که شخصیت‌های حقیقی رو دارن وارد میکنن. شخصیت‌هایی که بیچاره اینا با انسان‌های شریفی هستن، روشنفکر هستن، ولی در زندان اوین بودن، زیر کلاش و زیر باتوم و زیر انواع و اقسام زجر به قول تحقیرها هستن، شکنجه ها هستن. ما میبینیم جوون رعنا رو میارن توی تلویزیون، ازش اعتراف اجباری میگیرن و بر اساس اون اعتراف اجباری اون جوون رعنا رو اعدام میکنن. پس برگزاری یک اسپیس یا حتی یک روم توسط افرادی که الان زیر نظر اینا هستن، حتی کسی مثل توماج صالحی هم ما به 100% به یک نتیجه رسیدیم که چند ماه گذشته از طریق بسیجی و اون اطلاعاتیات داشته به قول اداره می شده. حالا این هم مشکلی هست که ما باش وارد شدیم. من گفتم فقط خیلی هم صحبت کردم چون شما دیگه خیلی به قول هندونه گذاشتید زیر بغل من. شما میتونید این سوالم اگه جواب بدید خیلی عالیه که ما چطور بتونیم بفهمیم که این راتن اپلات، این سیب های گندیده‌ای که انقلاب داره میفرسته وارد انقلابیون بکنه و خیلی راحت هم میتونه لوکیشن مردم رو بگیره و هم میتونه خیلی کارهای عملی رو انجام بده بر اساس اون اطلاعاتی که از طرف همین سیب های به قول کرم خورده میگیرن، ما چطوری میتونیم مقابله کنیم. و من خودم به عنوان شخصیتی که سیاسی نیستم و تا آخر عمر هم نخواهم بود، من کارم ترجمه هست، شعر هست، نوشتن هست
و میتونه از یک فرد سیاسی باشه، میتونه از یک انقلاب باشه، میتونه فردا از یک زجری باشه، میتونه یک گزارشی باشه و هیچ وقت هم سیاسی نخواهم بود. و وقتی که وارد میشم الان واقعا جبهه‌ای نمیبینم که بتونم به صورت قشنگ، به صورت واقعی برم اونجا و گزارش کنم بدون اینکه بدونم حالا یا یک جوری تحت مثلا تعقیب قرار نمیگیرم یا به قول شخصیتم تخریب نمیشه آنلاین. ببخشید خیلی صحبت شد، فقط صحبت این هست که این پاکسازی آنلاین که ما بدونیم شخصیت ها رو با چی رو فالو کنیم. یک کسی مثلا که ایران نبوده و دوست داره ایران به آزادی برسه باید چه گروهی رو فالو کنه؟ من فعلا فقط اسماعیلیون رو دیدم و حقیقتش آقای مقتدی هم همینطور. من این دو تا شخص تنها اشخاصی بودن توی فعالین و لیدرهای انقلابی که تونستم باشون ارتباط برقرار کنم. و حالا توی این جمعی هستم که شما استادان هستید. من 40 سالمه ولی فکر کنم پیش شما خیلی جوان‌تر هستم و خوشحال میشم اگه تجربه سیاسیتون رو من بتونم استفاده کنم که اگر من هم کاری میکنم حداقل به قول حواسم باشه چیکار میکنم، چون واقعا هم تازه کارم و هم هیچ چیزی از سیاست ایران نمیدونم. ممنونم استاد عزیز. خواهش میکنم هر آن که سخن میگویی جان از دل ما میگویی عزیزم. خیلی زیبا سخن گفتی. منو این گفتار بسیار خوانشی تو که صفا میکنم که جوانان ما امروز واقعا هم با دانشند و هم با بینش. ما یک زمانی همینجور ما هم کتابخوار بودیم، حقیقتش میخوندیم ولی به بینش مجهز نمیشدیم، انگار یک پامون میلنگ. ولی شماها ضمن اینکه میخوانید و دانشور میشید صاحب بینش هم هستید. این انتخابهای شما، ما تو سن شما میدونی خیلی دیر رسیدیم به یک بینش درست. ما میرفتیم مذهبی میشدیم، نمیدونم ملی گرای افراطی میشدیم، این کاسه اون کاسه میسوختیم و میومدیم بیرون. ولی شما نه، راحت با یک تجربه، با یک خوانش خیلی خوب به تجربه خیلی خوب میرسید، جایگاه خودتون خوب پیدا میکنید. ببینید چقدر قشنگ برگزیدی تو سن 40 سالگی. ولی این خوانش های تو از این دانشوران بزرگ مغرب زمین، به ویژه در دوره رنسانس که در واقع پیشقراوران رنسانس اروپا بودن، منو بیاد جمله ای که نه، یک مطلب بسیار پایه‌ای اساسی در خدمتگزاری بی‌منت‌گذاری انسان برای انسان از رومان رولان در جان شیفته یک مثال خیلی قشنگی میزنه برای اخلاق انسانی و خیشکاری انسان، وظیفه‌ای که به لحاظ اجتماعی در عهده‌اش هست. یه مثال بسیار باریک و ریزی میزنه، خیلی ظریفه. میگه که نیکی کردن نباید برای در واقع پاداش باشه یا برای اینکه بترسه که بلایی سرش میاد. مثال قشنگی میزنه، میگه شما از یک کنار حوضی رد میشید، کنار آبی رد میشید، میبینید که بچه مثلا 2 سال 3 ساله 4 ساله داره غرق میشه. شما میرید و اینو در میارید، از آب میکشید بیرون. میگه در اون زمانی که شما میرید به طرف اون که این بچه رو در بیارید، به فکر این نیستی که مادرش میرسه و یه $100 به دست شما میده، یا از این لحاظم نمیری پشیمان نمیشی که نشه یه وقتی من هم موقع که بگیرم رو دستم بمیره و پلیسی چیزی برسرم به دادگاه بکشه. میگه تو این کار رو به خاطر رضایت خودت کردی، دلت تو رو نگذاشت، وجدانت تو رو نگذاشت باهات قدم نزنن به اون طرف که ول کنی بری. تو برای رضایت دل خودت، برای آسودگی وجدان خودت رفتی این کار کردی. پس نباید نه در انتظار پاداش باشی و نه در انتظار خطرات اون. و واقعا ما ایرانیان حداقل چه فارس باشیم، چه بلوچ، چه ترکمن، چه عرب، با فلسفه و ادبیات ایران آشنا هستیم. میبینیم که نیکی کردن در آیین زرتشت که همه ما خوشبختانه بودیم خیلی قشنگه. تفاوتش با همه نیکی همه مذاهب این است که
نه به خاطر قربتن الله هست و نه به خاطر اینکه به کسی پاداش بدن. و ما از این فلسفه خیلی عقب افتادیم، خودمون رو دور نگه داشتیم. البته فرهنگ حجازیان که یک فرهنگ صحرایی بود، از این ظرافت‌ها به دور بود، به همین خاطر ما آلوده این بی‌تفاوتی ها شدیم. سهراب جان عزیز، البته اگر واحد جان سخنی داشته باشه که ایران هست، یه وقتی اگر مایکش ممکنه بعداً اگه سخنی داره نخست ایشون و سپس سهراب جان. واحد جان سخنی میخوای داشته باشی؟ نه. سهراب جان بفرما. سهراب عزیز بله بله، درود دارم بفرما، خدمت خواهش میکنم. درود دارم خدمت. که شما پیگیرانه این اتاقا رو دنبال میکنی، قابل ستایش و تقدیره. عرضم خدمت شما که دیروزم عرض کردم ما به حساب بایستی افرادی رو بین خودمون داشته باشیم که اینا بتونن جمع زیادی رو تأثیر بذارن، تهییج کنن و تشویق کنن به دخالت، یعنی بیان به میدان. و متاسفانه این کمبود داریم از این نظر. افرادی که بتونن، این دوست عزیزمون داشت که گفت که آقای حامد اسماعیلیون و اینها، و خب خوب هر کسی که قادر باشه که بدون اینکه مثلا مثل بعضی دیگه مزدوری کنه برای بیگانگان و استعمارگران، بتواند مردم رو تهییج کنه، تشویق کنه، مداخله کنن، علیه ظلم بنویسن، بگن و اقدام کنن. اینا همش قابل تحسینه. و الان یکی از دوستان یه مطلبی گذاشته بود تو فیسبوکش که حساب آرزو چطوری میتونه به واقعیت تبدیل بشه. گفته که اگه برای اون آرزو تاریخ تعیین کنی، یعنی مثلا بگیم 44 سال دیگه ما میخوایم جمهوری اسلامی بریم، اون آرزو تبدیل میشه به یه هدف. وقتی که برای این هدف اجزای کوچکتر مشخص کنیم، تبدیل میشه به برنامه. و وقتی یک برنامه با عمل همراه بشه، تبدیل میشه به واقعیت. این مراحلی است که ما باید بریم. دوست عزیزمون مثلا با تمام فریختگیش و گزارشگریش و روزنامه نگاریش و علاقش به ادبیات میگه مثلا من سیاسی نیستم. دوستان نگاه کنید، شما از خونه که میایین بیرون صبح، اون هوایی که استنشاق میکنید، اون مترو، اون قطاری که میگیرید، اون مبلغی که برای قطار میدید، نحوه رسیدن تو به سر کار، اینا همه سیاسیه. همه چیز سیاسیه. بعضی هم هستن مذاهب و ادیانی که مثلا میگن آره دخالت در سیاست اصلا امکان پذیر نیست. به قول اسماعیل خویی عزیز میگه که نانی که میخوریم سیاسی است. شما از قیمتی که برای نان میپردازی، از قیمتی که برای مدرسه بچت میپردازی یا مدرسه خودت میپردازی، اینا همه سیاسیه. سیاست چیز لولو خورخوره نیست. ولی هی گفتن که در سیاست برای چی؟ شکنجه و قپانی و انفرادی و اینا، قطع پا و قطع دست و در آوردن چشم و شکستن جمجمه همراهش بوده. ما میگیم که ما سیاسی نیستیم. فکر کنیم همین که بگیم ما سیاسی نیستیم تمام میشه، ماجرا میره. نه اینجور نیست. همین مسئله که ایشون اشاره کردن، ایلان ماسک آمد این آقای به حساب فرماندار فلوریدا رو معرفی کنه، ولی میگن که دستگاهش اختلال شد. 20 دقیقه اختلال فنی ایجاد شد. اختلال فنی ایجاد شدن، این خودش یه اقدام پارازیت فرستادن، یه اقدام سیاسی. و این است که چه ما بخوایم چه نخوایم، فرصه‌ای هست، یک نیروهایی هست که علیه ما اقدام میکنه. الان مثلا ما فکر کنیم خمینی کثافت پس فطرت میاد 2 ساله میره، میگویم 2 سال دیگه میرن.
ولی 44 سال نرفتن. و دیروزم عرض کردم ما باید واقعیت ها، یعنی اگر ما چشم بسته از روی تخیلات واهی خودمون امید به مردم بدیم در حقیقت کلاهبرداریم. ولی اگر از روی واقعیت ها و با اسناد و با دلایل و با شواهد به مردم امید بدیم، این حساب رهبر هستیم. امیدوار هستم که بین ما رهبرانی ایجاد بشن که همینطور که شما تاپیک که شما نوشته نذاریم این شعله خاموش بشه، مدافع مردم مظلوم باشیم. آخه در یک هفته 22 تا بلوچ دار زدن آخه شرم‌آور نیست؟ این کثافت ها اسم خودشون میذارن انسان. بعد اون کثافت ها رو بگو که تا همین 2 سال پیش بودن بریم به اینا رأی بدیم. الان یک دوست دیگری یه مطلبی گذاشته تو فیسبوک، جالب نوشته این براتون بگمش چی نوشته این وزارت اطلاعات، این ساواکیا الان شدن عامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این ساواکیای شکنجهگر که سلطنت میکنن الان خودشون شدن عامل جمهوری اسلامی. و اینا مزدوران این نوشته میم باران فکر کنم آلمان زندگی میکنه، فکر کنم انتشاراتی هم داره. مزدوران اطلاعات سپاه جنایتکار در خارج کشور همون مزدوران ساواک استخدام شده برای تخریب جنبش خارج کشور هستند. عالی گفته، درست گفته. اینا همون مزدورانی هستند که تو پیروزا میگفتن بریم رأی بدین به عوامل مزدوران، کثافت، قاتل، بچه کش، بچه ریپ کنه، رأی بدین به اینا. در زندان ها دارن کودکان تجاوز میکنن، بعد میرن شیرینی میدن در خونه مردم، بعد اینا میگن رأی بدین. اون دانشجو رو از طبقه سوم خوابگاهش پرت میکنن پایین، اینا میگن برین رأی بدین. شرم کنن. اینا باید بیان به گذشته خودشون اعتراف کنن و بیان درست کنن گذشته کثافت خودشون تا صفوف اپوزیشن بتونه اینا رو بپذیره. ولی که اینا ادعای چیزی نمیتونن، نمیدونم چپ و مپ و جنبش فراگیر چپ و اینا کسی که عامل سپاه پاسدارانه که چپ نیست. ممنون قربان، بسیار درست میفرمایید. و ممنون جناب بهرام، حرفاتون واقعا من که لذت بردم از صحبتاتون. میخواین یک کامنت، توضیح، چیزی داری درباره سیاسی بودن یا نبودن؟ بله، احتمالاً من اشتباهی متوجه باشم. من خودم خیلی شخصا اعتقاد دارم، یعنی اینکه حالا حتی جاهای قبلا هم گفتم و مقاله هم نوشتم در موردش، این که ما حتی این هر کاری نفس کشیدن اونم بالاخره یک سیاستی هست. وقتی که به بچه میگی مثلا یک کاری انجام بده، بالاخره یک سیاستی توش هست. حالا اون سیاست چقدر بزرگ هست رو من این که میگم من سیاسی نیستم، خب دقیقاً با حرف استاد کاملا موافق هستم که ما از وقتی به دنیا میایم یک جوری درگیر سیاست هستیم. ولی خب سیاست مدار در چه سطحی باشید اون مهم است. آیا کسی بهرام متوسل زاده رو میشناسه؟ آیا سیاست مداریه؟ آیا فالوور داره؟ آیا حزبی داره؟ منظور من اون بود. ولی بهرام متوسل زاده خب پروفایلی داره، کار ترجمه کرده، رستوران ایتالیایی داشته، برای کار کرده، شرکت‌های حقوقی کار کرده. یعنی از نظر سیاسی به عنوان یک فرد کامل هستم و بدون شک مثل هر فرد دیگه من خدمت شما عرض کردم، سیاست جایی هست که شما حقت رو میگیری. اگه شما سیاست رو ندونید میشید گله. به قول چیز داریم، به قول نیچه میگه که اخلاق، 2 تا اخلاق داریم، یکی اخلاق برده، یکی اخلاق گله، یا همون اخلاق نه، یکی اخلاق برده یا گله داریم، یا یه اخلاق ارباب داریم. و منظور از ارباب و برده اینجا این چیز نیست، اون صحبت کلاسیک نیست. منظور این هست که ارباب کسی هست که فالو نمیکنه زندگی رو، اگزیستانسیالیسم بقول، یعنی هستیگرایی رو خودش میسازه و میدونه که خودش مسئول همه مشکلاتش هست.
و در مقابل به قول معروف هرد یا همون برده یا بره که کسایی هستن که برای آسایش و به خاطر یک چیزهایی که یک مبناها یک ولیوهایی که در ذهنشون پلان شده در ذهنشون گذاشته شده یک قواعدی رو در نظر میگیرن و زندگی میکنن و متاسفانه الان خیلی زیاد هم داریم. یعنی افرادی که فقط زندگی میکنن و یک چیز ما توی مثلا هالیوود فیلممون رو میبینیم مکدونالد پنیر چیزمون رو میخوریم غذامون رو میخوریم، حالا خیلی جنرال دارم میگم، و همینطور چه کتابی از کدام انتشاراتی میخونیم. حالا یواش یواش داریم به یک جاهایی میرسیم که کثرت‌گرایی قدرت زبان که همون میدیا بود، چون همون قدرت زبان بیشتر از طریق میدیا و کتاب‌ها و ادویکیشن هستش. الان تونستیم افراد مستقلی مثل ما به قول بتونیم یک پلتفرم داشته باشیم. ولی خب من هنوز واقعا نمیتونم به خودم بگم سیاستمدار. وقتی که شما مثلا اینجا شما استادان چند تا کلمه میگید از سیاست ایران یا افرادی رو نام میبرید که من واقعا نمیشناسم، از این نظر گفتم من سیاستمدار نیستم. ولی از نظر اینکه سیاسی هستم یا نه، من فقط چند ویدیو در مورد فدرالیسم زدم و از روز اول اگه باور کن یه روزی یک کمپین من وکالت دهم انجام شد. من توی توییتر بودم، بعد یه اسپیسی گذاشته شد، یه آقایی بود به نام آقای سعید حافظی و مرتضی اسماعیل پور اون اسپیس رو برگزار کرده بودن. مثلا اون روز اول من رفتم اونجا 2 تا سوال پرسیدم، توی همون اسپیس من رو تهدید به مرگ کردن فقط چون از فدرالیسم پرسیدم. یعنی خب اگه بخوایم بگیم واقعا سیاسی که واقعا سیاسی هستم، ولی خب سیاست مدار هنوز نشدم. فکر کنم سالها طول بکشه. امیدوارم که چون همه حرفایی که شما زدید دقیقاً من باشون موافقم. براتون لایک و این چیزها هم فرستادم. ببخشید گفتید یه توضیح کوتاه بدید، من خیلی زیاد صحبت کردم. بازم ممنون. ممنون قربان، ممنون از توضیحتون، از صحبتاتون. خیلی هم عالی بود. عالی بود. آره به هر حال ما فرخ جان چیزی بگی؟ آره و امیدوارم بفهم. آره و امیدوارم در آینده یه رهبر سیاسی هم بشیم. چرا که نه؟ خیلی لطف دارید. ببخشید من با کلاب هاوس هم خیلی جدید هستم، تا میام لایک بفرستم نمیدونم باید جواب بدم یا نه. فکر میکنم این دومین کلابی هست که جوین میشم، به امروز هم 3مین باری هست که صحبت میکنم در کلاب هاوس. خیلی خیلی خوش اومدید. برام جان میخوای ادامه بدی؟ نه شما بفرمایید. نه بگو. نه خواهش میکنم. بسیار. برام جان یه زمانی یه جوکی میگفتم، میگن که تو جنگ ایران و عراق این مرده ها رو که برمی‌داشتن میوردن تو کمپرسی میبردن یه جای چال کنن، یهو میبینن که یکی از پشت شیشه در شیشه رو میزنه، میگه آقا چیکار داری میکنی؟ من زندم. راننده سرش بر میگردونه میگه بابا تو مردی خودت خبر نداری. حالا اینایی که مثلا طرف هنرمنده، نقاش، رقاص، نویسنده است، شاعر، مترجمه، میگیم آقا سخنی بگو، بریم درباره سیاست سخن میگیم. میگه آقا ما سیاسی نیستیم. تو سیاسی هستی یا خبر نداری از زیرش در میری؟ مگه میشه تو نفس بکشی توی تهران راه افتادی توی خیابان دستت گرفتی جلو دماغت میخوای بری یه جایی که هوا کمتر آلوده بشه؟ مگه تو میتونی سیاسی نباشی؟ تو بلا فاصله اعتراض میکنی این چه هوای این هوا، آقا دولت نداری، بلا فاصله سیاسی میشی، دولت بند میکنی، تو چیو سیاسی نیستی؟ آقا میای دست میزنی تو حسحس گرما، اومده توی خونه میبینی شیر آب بنده، آب نیست، بلا فاصله به شهرداری و به فرمانداری و دولت و وا پدر و مادر و خواهر و مادر براش نمیده. تو سیاسی نیستی؟ آقا سر ما میبینی حقوق واریز نشده، زمین و زمان رو بند میکنی به دولت.
تو چه فرقی میکنه اعتراض تو با من سیاسی که رفتم توی زندان به خاطر انتخابات؟ آقا هر شاعر، هر نویسنده، هر رقاص، هر خواننده، هر نوازنده، هر مترجم، هر فیلسوف که گفت من شاعر نیستم باید براش خندید، مسخرش کرد. آقا یعنی چه تو سیاسی نیستی؟ مگه میشه تو سیاسی نباشی؟ این نان و آب و زندگی و حقوق و همه چیز دولت ها پارلمان ها درست میکنن، قوانینشو میزنن، مالیاتشو تعیین میکنن، همه کارشو میکنن، همه چیز دست دولته. تو چجوری سیاسی نیستی؟ با دولت سر و کار داری. به اون شاعر یا نویسنده اگر برتراند راسل هم باشه، اگر ژان پل سارتر هم باشه، بگه من سیاسی نیستم، میگم آقا تو نویسنده خوبی هستی، تو کاشف خیلی خوبی هستی، تو مفکر خیلی خوبی هستی، ولی یه انسان مدرن نیستی. من به تو نمیتونم بگم یه انسان مدرن. یک انسان مدرن غیر سیاسی، غیر حزبی. آقا من سیاسی هم حزبی نیست. آقا تو غلط میکنی سیاسی هستی. یعنی چه تو حزبی نیستی؟ مگه میشه بدون حزب پارلمان درست کرد؟ مگه ما پارلمان غیر حزبی داریم؟ مگه ما رو زندگی خمینی باشی؟ مگه از دل ما حکومت محمد رضا شاه در اومده باشی؟ همیشه تو سیاسی باشی ولی حزبی نباشی؟ مگه قوانین کشور، مگه کشوری که تو زندگی میکنی بدون پارلمان میشه کشور ساخت؟ میشه دولت داشت؟ عزیز صحبت زیاده، ولی درباره اون صحبت هایی که واقعا که کی به قول معروف همه متحد میشن، یعنی واقعیت این نه اصلا امکان داره همه متحد بشن، حتی اگه امکانم داشته باشه نباید بشن. یعنی باید از این همون مدرنیسمی که بهرام صحبت کردن، در واقع یه ایده مدرن که همه متحد بشن، یعنی باید گذشت از این ایده. ما باید تنوع رو به رسمیت بشناسیم. خب تو جامعه ایران خب یعنی همه رنگه، یه جامعه همه رنگه، لحاظ سیاسی هم همین. یعنی به نظر من خب ما میتونیم یه دوگانه ابدی ازلی هست، ستمگر ستم دیده، یعنی جبهه آزادی خواهان تشکیل بدیم دیگه، همین کافیه برای انقلاب، برای پیروز شدن انقلاب، برای بنیان گذاشتن یه ایران نوین. اصلا نباید کاری داشته باشیم با مثلا چه میدونم سلطنت طلب. باور بفرمایید اینا اصلا مهم نیستن، فقط اینه که فضای رسانه رو اشغال کردن، هیچ آینده ای ندارن و در واقع اینا کارت آخر جمهوری اسلامی هستن که بازی کرد. همینم، بیشتر از اینم نیستن. ایران هم دیگه محاله که پادشاهی بشه، سلطنتی بشه. یعنی باید بیشتر به فکر اتحاد آزادی خواهان و مارجینالایز کردن این قول معروف استبداد طلبان. یعنی من اینو تنها راه میبینم. ولی خب شما درست گفتیم، ما تو ایران مشکل تحزب داریم. یعنی نه فرهنگ تحزب هست، استبداد اجازه نداده دیگه شکل بگیره و تحزب بدون تحزب محاله به دموکراسی رسید، غیر ممکنه، یعنی اصلا شدنی نیست. این فرهنگ ضعیفه. درسته مثلا تو ظاهرا حزب زیاده، مثلا میتونید 100 تا حزب اسم ببرید، ولی واقعا خب حزب نیستن. یعنی اکثر اینا حزب نیستن، یا محفلن یا شخصیتن، یعنی حزب نیستن و هیچ وقت هم کمک نکردن که فرهنگ تعصب شکل بگیره. این خیلی بده. لحاظ سیاسی بودن، خب افلاطون یه تعریف خیلی ساده داره، میگه انسان یه حیوان سیاسی است. اینو 2500 سال پیش گفته. یعنی همه سیاسی هستیم، ولی اون دوستمون
با بهرام منظورشون رهبر بودن یا مثلا اینکه فعال سیاسی باشی، همچین چیزی. امیدواریم در آینده اصلا بشن یه رهبر سیاسی. به هر حال ممنونم، صحبت زیاده، دوستان بفرمایید. فرخ جان میدونید شما مثلا میگی که من توی ایران حزب بودم. ما وقتی میگیم احزاب کلاسیک سنتی ایران یعنی احزابی که توی دو رژیم استبداد شاهی و استبداد ملاییت حزب بودن، زندانی داشتن، برنامه داشتن، سیاسی بودن، کمیته مرکزی داشتن، هیئت سیاسی داشتن، نصف هیئت سیاسیش رفته، میدونی کمیته مرکزیش داشته در بدر شده. ما امروز از این احزاب کلاسیک سنتی که نام میگیریم در کنگره هاشون کمتر از 150 نفر نیروی سیاسی زبده دیسیپلین دار تربیت شده یک کادر حزبی حق حقوق ما حق عضویت داده شده کمتر نداریم. ما احزابی که همکنون در اروپا هستن وقتی میگیم حزب توده ایران، مجاهدین، فداییان، حزب دموکرات کردستان، تو کنگره هاشون همین الان کمتر از 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر نیستن. ما حزبی رو که در اروپا در هر شهری یک نماینده حزبی نداشته باشه حزب نمیدونیم و این احزابی که ما نام میبریم در همه پایتخت‌های اروپایی نماینده سیاسی دارن، یعنی حزبن، یعنی نیرو دارن، یعنی لشکر کارآزموده دارن، یعنی سنگر شکن دارن. اگه نه خب ما زیاد بریم از اینه که احزاب کاغذی 3 نفر 2 نفر. من گفتم براتون که جناب به نصر یکی از طرفداران نظام پادشاهی یه سازمانی داره به نام سازمان همیاری، نمیدونم اتحاد چی، ردیف، بزنید الان تو گوگل بزنید دکتر نصر اصفهانی، ردیف پای اون چیز صفحه میاد آقا 12 تا سازمان های شاهی، هر کدومش 1 نفرن. یه دفعه من رفتم دیدم که تو گروه همون زمانی که داشتم باشون به اصطلاح همکاری که واحد جان میگفت که ما این جبهه گسترده ضد استبدادی بسازیم به اصطلاح، من زدم تو تلویزیون دیدم نوشته جبهه بلوچستان. ایداد بیداد این چه جبهه بلوچستانیه که منی که در هر دو نظام به عنوان یک بلوچ رفتم زندانی سیاسی بودم، گاه نویسندگی و گاه شعری هم میگم، تو سیاست هم هستم، چجوری من نمیشناسم؟ جبهه بلوچ کیه این؟ آقا بعد رفتم دیدم فلانی، زنگ زدم بهش گفتم که فلانی کجایی؟ گفت کانادام. اما از کجا زنگ میزنی؟ گفتم من از سوئد. چجوری من پیدا کردی؟ گفتم از جبهه آقای دکتر نصر. اونجا چجوری پیدا کردی؟ گفتم تو چجوری میگی رفتی جبهه تشکیل دادی؟ گفت هیچی، من یه دوستی داشتم افسر بوده، یه زمانی افسر نمیدونم فلان دستگاه شاهی بوده که همه میشناسین، ما دوست شدیم با هم و گفته آقا ما یه جبهه داریم، ما دکتر نصر. گفتم اسم منم بنویسید. حالا از اینا داریم، ولی نه وقتی ما میگیم احزاب و سازمان‌های سیاسی کلاسیک سنتی، یهو میبینیم مثلا موشک میزنن میگه 70 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان رفتن هوا و حزب دموکرات سر جاشه. یهو میبینی موشک زدن توی عراق، توی فلان جای اشرف عراق، میگه 70 نفر از بچهای مجاهد شب تو رخت خواب موشک باران شدن. اینا احزاب. من تو اومده بودم سوئد، بعد از 2 سال سازمان به من گفت که آقا تو بیا افغانستان، ما کارت داریم. بلند رفتم افغانستان از سوئد. اونجا رفتیم آقا یه شب دیدیم که در همه خانه های 100 خانه فداییان واویلا بلند شد. چی شده؟ این گفت اعضای من رفته، اون یکی گفت برادر من رفته، اون یکی گفت عموی من بوده، اون یکی گفت خواهرزاده من بوده. 100 نفر
از این بچه ها رفته بودن تو خاوران. خب اینا احزاب و سازمانهای سیاسی هم. اینا باید متحد بشن. طرف فرار کرده، دستگاه خونه‌شو گرفتن، مصادره کردن، رفته دزدی کرده بوده، خونه‌شو مصادره کرده، اومده اروپا. این که نمیتونه انقلابی باشه که کسی با شاه که نمیره انقلاب بکنه، که برای شاهان انقلاب میکنن، با شاه که نمیره تو سنگر ستارخان که. ببخشید منم برازگویی میکنم گاه. صفا جان بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید قبل آقای صفا معذرت میخوام. آقای عزیز اگر اجازه مرخصی بدید من ساعت 12 شب دیگه برداشون کار دارم، زود باید بیدار شم. خواهش میکنم اجازه ما هم دست شما سکنم پرونم مهر ورزیدی خواهش من روشن خیلی کردی کنم. مرسی. از همگی کلی یاد گرفتم. انشالله تو یه وقت دیگه هم بتونم بیام و باز هم بیاموزم. خیلی ممنونم از همگی. شما شبتون فقط یاد نگرفتید، اونقدر شکیبایی به ما آموختید که همیشه مرهونتونیم. مرسی. خواهش من قربان شما. شبتون بخیر. شب خوش. شب خوش. شب خوش. خدا نگهدار. مدمون عزیز زیبا جان داد شد. نوبت کیه من نمیدونم. بفرمایید. نوبت آقا صفاست شاید. با درود خدمت همگی. من هستم، گوش میکنم. الان دوستان بشنم دوستان چی دارم بگه. آصفا صحبت نکردن. آصفا هستین؟ مثل این که نیستن. درود بی سلام پایان به همه بفرمایید. شما عزیزان. من البته میخواستم شنونده باشم، تا خب صحبت ها رو شنیدم. واقعیتش امر این هستش که هر روز که میگذره، هر شب که میگذره، باید با دلخوره و نگرانی و ترس بخوابیم. صبح پا میشیم با ترس. باور کنید من خودتون رو روشن میکنم، نکنه طوری شده باشه، نکنه خبری شده، اینترنت رو وا میکنم، همینقدر که این یکی دو روزه قوات روی عزیزمون همچنان زنده است و نفس میکشه خودش باز. امیدوارم که هرگز از آن صبح خوانده نشود، هرگز از آنی خوانده نشود. خاک من نمیدونم، واقعا یه موقعی آدم میمونه بچه های بلوچ، اون بچه های کردستان، اون بچه های سوخبر، بچه های کولبر، من نمیدونم توی این مملکت اصلا یک جوری شده که واقعا اصلا میمونه دیگه آدم. آخه مگر میشه؟ آخه توی مملکت آخه آدم اینقدر هموطن خودشو میکشه، بعد هرچه ما به این مردم میگیم آقا اینا از ما نیستن، اینا وطن پرست وطن دوست نیستن، اینا واقعا نمیدونم اصلا. اگر بگیم الان در این عصر هوش مصنوعی عرب تو عرب ها تو کشور عربی هم اینقدر جنایت نمیکنن که اینها دارن برای ما ایرانی یه چیزی این وسط غایبه، یه چیزی این وسط مجهوله. آقا مگر میشه؟ هر روز توی اون مملکت خون داره ریخته میشه از مردم، از چهار گوشه این کشور داره خون ریخته میشه، چه تو زندانش، چه بیرون، چه تو خیابون. یعنی مردم، یعنی این کشور یک روز آرام نداره. من نمیدونم مردم چجوری دارن، یعنی اصلا آدم خودش هم میمونه. امروز داشتم اتفاقا یک کلیپ داشتم نگاه میکردم، خیلی کلیپ جالبی، خیلی این کلیپ اصلا یکی از حرفای بسیار بسیار آموزنده‌ای داشت میزد. آقای اسمش چی بود؟ هوفمن. آره آقای هوفمن بود. از در واقع
کودن کیست و داشت شرایطی رو بیان میکرد که عین شرایط بی تفاوتی این وضعیت، یعنی دقیقا وضعیتی که ما الان توش هستیم رو زنده یاد دقیقش بونهوفر بود فکر میکنم. آره بونهوفر بود. این در یک کلیپ 5 6 دقیقه کودن بودن، بی تفاوت بودن، بی خرد بودن، ساده لوح بودن، کم هوش بودن، کند ذهن بودن رو در یک بحث بسیار جالبی داشت میگفت و توضیح میداد که آخه مگر میشه در کشوری که گوته ها بودن، نمیدونم مارکس بود، این بود اون بود، یک دفعه مردم چی شد که یهو به نادر رو آوردن و قشنگ توضیح میده و میره جلو این ما. خب ببینید ما توی چه شرایطی قرار گرفتیم. ببینید ما در یک چارچوبی متاسفانه زندانی شدن مردم ایران. درسته که دارن نفس میکشن ولی اگر نمیکشیدن سنگین‌تر بودن با این شرایطی که داره وجود، با این وضعیتی که وجود داره. اون وقت شما تصور کنید مردم نگران بچه هاشونن که فردا ممکنه سر اذان صبح سگ مصب اینا رو اعدام بکنن. اینجا در خارج از کشور ببینید چه بلبشویی به پا شده و ببینید چجوری افکار رو منحرف میکنن. به جای اینکه در تمام کلاب ها، در تمام سایت ها، در دنیای مجازی تمام افکار مردم معطوف بشه به سمت اعدام ها و برای جلوگیری از این اعدام ها اقدامات بشه، بحثا حول محور اینه که آیا مثلا آقای ایکس در فلان کشور فلان شهر فلان کار صورت گرفت از جرای فلان نحوه. ببینید متاسفانه من دیشبم توی یک بچه اتاق گذاشته بودم گفتم تمام این رفتارها رو ما ایرانی ها این رفتارها رو ناشی از عدم درکمون از تاریخ، عدم درکمون از سیاست و سیاسی بودنه. وگرنه اگر ما داریم توی یک کشوری زندگی میکنیم دموکراسیه، ما اگر دموکراسی رو نفهمیدیم چجوری میتونیم انقلاب بکنیم؟ خب اول باید دموکراسی رو بفهمیم، آزادی بیان رو درک بکنیم که بعد بتونیم کنار هم دیگه با پرچم‌های مختلف یک شعار واحد بدیم، چون دشمن مشخصه. ولی متاسفانه به خاطر عدم آگاهی ما مردم ایران فکر میکنیم دشمن مردم بلوچه، مردم کردستان، وطن طلب، چپه، اونه، اینه. نفهمیدیم هنوز که ما باید متحد بشیم برای رسیدن به آزادی پای صندوق رای. هنوز اینو نفهمیدیم. خب وقتی که ما اینو به درستی درک بکنیم که در یک شرایط مشخصی حرکت بکنیم، چجوری میتونیم تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ارائه بدیم که طبق اون تحلیل علمی بتونیم راهبردها و راهکارهای سیاسی در جهت بردن به سمت آزادی و انسجام مردم همبستگی شکل بدیم. بخاطر مشکل داریم، مشکل فکری داریم. چون مشکل فکری داریم سوادش نداریم. چون سواد نداریم تاریخ رو نداریم. اگر همه رهبران ما تاریخ رو خونده بودن و فهمیده بودن، میدونستن که چطور موقع‌های شطرنج باید چیده بشه. صحنه ایران شما به عنوان
همه میز شطرنج تو وقتی چینی باید بدونی مهره ها تو چجوری باید جابجا کنی که بتونی دشمن تو کیش و ماست کنی. وقتی نمیتونی مهره ها تو جابجا کنی معلومه که طرف میبره. تا الانش هم برده. در واقع ما اینجا داریم به سمت کیش و ماک شدن حرکت میکنیم که باید جلوشو بگیریم، باید همه کمک کنیم، باید دست دست همدیگه بدیم و اینجا فقط یک جمله ضرورت. امشب به احتمال زیاد تحلیلی که من در این رابطه نوشتم سایت چاپ میشه و میتونم بعد مفصل در واقع همین یک مجموعه این چنینی. به هر حال این نیاز باعث میشه که ما بتونیم خیزش های مردم بلوچستان رو بفهمیم و مانع بشیم که یک باره 21 نفر رو در خفا به عنوان قاچاق فروش و زیرا فلان و فلان بچه های مردم رو نکشن. بچه های مردمی که حتی شناسنامه ندارن ولی اعدام میشن. کلیپی درد آور بود. گفت دخترم اینجا کجاست؟ گفت نمیدانم. گفت تو ایرانی؟ گفت ایران کجاست؟ یعنی باید اشک میریختی وقتی این جمله رو شنیدن. دختر کرد، دختر بلوچ میگه ایران کجاست؟ بهش میگه دخترم تو خاک ایرانی. این ظلم و من کجا باید فریاد بزنم؟ به کی باید بگم؟ به کدوم جریان سیاسی باید بگم که خفشین به مردم برسین، دست بردارین از این جنجال های سیاسیتون؟ یک موقع به نقطه‌ای که مجبور میکنن آدمو که صداش ببره بالا و بهشون توهین بکنه، مجبورت میکنن. چه خبره؟ چه وضعشه؟ چه داستانی ما داریم؟ ما مردم چه داستانی داریم واقعا؟ به کجا داریم میریم؟ اصلا انگار نه انگار. آقا تمام بنیادهای فرهنگی ما رو نابود کردن، تمام طلا و جواهرات مملکت رو بردن، قالیچه و قالیهای نفیس موزه رو فروختن، نمیدونم تمام آثار باستانی رو در شهرهای مختلف دارن نابود میکنن. بعد ما باید میگیم الله اکبر. نماز دیر نشه، نمازت بخون، برای سر بریده حسین عربده بکش، خودتو بکش. خب چه فایده داره؟ تو وقتی که تو اصلا ایرانی دیگه نیست، خب بگو آقا من ایرانی نیستم، اسمت که عربیه، نسخارت هم که عربیه، اصلا نمیدونی تاریخت چی بوده. تو این مملکت چه کاری مثلا شما برای چی اومدیم؟ داریم غارت میکنیم. خب بردیم بسه. 44 سال غارت کردیم، کشتیم، قتل عام کردیم، کافی نیست؟ و این صدای مردم در نمیاد. بعد دیگه چرا این قش خاکستریه؟ به خاطر که داره نمازش رو، به خاطری که منتظر اذان صبح که پاش نمازش رو، اون نماز تو اون کمرتون بزنه، رک بهتون، تو اون کمرتون بزنه. هر کس میخواد باشه، در هر نسلی که میخواد باشه. خب بس دیگه، مملکت داره نابود میشه، بچه های مردم دارن نابود میشن، هیچ آینده ای ندارن این بچه ها، هیچ آینده ای ندارن. دانشجوش بلند میشه میگه آقا این دانشگاه از در میاد بیرون، فارغ التحصیل میشه، نمیدونه چیکار باید بکنه. خب رفته خودکشی کرد. آمار خودکشی وحشت، آمار فروش بدن وحشت. آقا این چه داستانی؟ چقدر آدم باید بگه؟ چقدر باید توی این گروه داد بزنه، فریاد بزنه؟ هیچ. ببخشید.
بله صفا جان، با همه اینها که تو عزیز با این درد دل داری میگی، اینجا ما طرفداران نظام پادشاهی داریم که میگه مردم فریاد میزنن برگرد برگرد. آخه مرد حسابی، زن حسابی، به اون بچه ای که 100 سال بعد از پادشاهی شناسنامه نداره، پسری که توی دوره اون پادشاه رفت دستشو کلیکجل داری اژدهای گاندو خورده، چجوری باید با تو جاوید شاه باید بگه؟ آدم میمونه واقعا. ولی من پیش از اون که برام جان پرسشی از شما داشته باشه، گفتم منو بیاد این گفته بزرگ رهنورد عزیز انداخت که دیگه هرگز صدای این اذان بامداد رو نشنوم. گفتم شعری که برای اون سرودم بخونم برای جمعیت زیاد نیست، ولی اجازه بده اول پرسشی رو برام جان از صفای عزیز داره بکنم. برام جان بفهم. خیلی سپاسگزارم. تشکر. آقای صفای عزیز، شور و جانم احساس، ببخشید بفرمایید. من یه سوال از شما داشتم. شور و احساس شما واقعا ستودنی هست. من خیلی احساس میکنم که شور خیلی مهم هست در هر چیزی. فقط متاسفانه چند تا تناقض در صحبت‌های شما دیدم که اگر اجازه بدید برای من روشن کنید. یکی خواهش این میکنم. که چند بار از کلمه عرب استفاده کردید، یعنی طوری از این واژه عرب استفاده کردید، شاید از تاریخ عرب، از زبان غنی عرب، از فلسفه عرب، از حکمرانی عرب، از تاریخ ماندگار عرب. شما میتونید تاریخ رو، من خدمت شما عرض کردم، ما تا 150 سال پیش اصلا نمیدونستیم کوروش و اسفندیار، کوروش و به قول خشایار کی هستن. ولی کانتینیوس، یعنی تاریخ پیوسته عرب از وقتی که اسلام قدرت آورد، تاریخ بسیار 100% ایران هم قاطی شده، چون ایران هم جزء مستعمره ها بود من و خیلی متوجه هم سوالش، ببخشید من متوجه سوالت شدم، ولی من اصلا اون منظوری که شما می‌خواید بیان کنید اصلا تو فکرم نیست. به خاطری که این بخاطر یعنی اینها عرب زادن وارد مملکت ما شدن. خب اصلا همین منظورم این نیست. همین استفاده از یعنی اینا واژه عربن عرب در واقع، زاده. حالت نه عرب هایی هستن که اینا هستن، نه به اون شکلی که شما فکر کنید که من دارم توهین میکنم. اصلا و ابدا تو این مایه نیستم، اصلا تو این مایه نیستم. منظور من نگرگاه تاریخی به این هاست که مردم دارن یک چیزی از هانا این آرنت لحاظ. میگه به نام ابتذال شر. خب یعنی آره حتی ابتذال ما شر. یک چیزهایی رو ما انجام میدیم، یک کارهایی رو انجام میدیم، یک صحبتهایی رو انجام میدیم، با وجودی که ما خودمون میدونیم که این صحبت ها، من واقعا از شور شما این احساس رو دارم که بدون شک شما نجات پرست نیستید، ولی این واژه‌ای که شما استفاده می‌کنید، این واژگانی که شما استفاده می‌کنید، اینها همه بار معنایی دارن. یا میتونن یا میتونن خنجر باشه، یا میتونه گل رز باشه. شما از وقتی که میگید عرب، در مورد 425 میلیون انسان صحبت میکنی که توی 22 تا کشور دارن زندگی میکنن. وقتی که در مورد ایران به عنوان ملت صحبت میکنید، ملت ایران رو شما تاریخش میشه برای من بیارید؟ ملت ایرانی وجود نداره. ایران کشور به خاطر مرزهای سیاسی و این برنامه هایی که حالا من واردش نمیشم. ملت چجوری به این وجود میاد؟ حالت همین ملت رو که ما میگیم یا عرب میگیم، مثل همون واژه های مذهبی که به کار میبرین شما مردم، یعنی خدا قوت میاد میگه سلام. این حالت عادته. دقیقاً این منم برای عادته. همینه که 100% اینی که نیت من شما چیز اصلا هستم و فقط میدونم. خواهش کردم که چیز کنید. ولی ببخشید آقای نوی، فکر نکنید که نه نه من نه 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 جاج نه کردم، نه نه قضاوت کردم من شما رو. فهمیدم، من متوجه شدم. من اتفاقا اصلا به تنها چیزی که نگرگاه من در ارتباط با مسائل اصلا نیست که بخوام بین
دو تا ذهنم سوال دیگه هم درگیر این بود مونده، چون که الان قشنگ این خواهش شما کنم روشن کردید اینو، ببخشید. یکی همین در مورد تاریخ. خب تاریخ چی هست؟ تاریخ یک کتابه، درسته؟ خب اون یعنی کتاب های تاریخی، مثلا ما، منظور من این نیست که مثلا یک سیستم ها، یک فهرست های اقتباس هایی باشه که بگیم در فلان سال اونقدر این دایناستی بوده، این شاهنشاه بوده. نه، چیزهای اطلاعاتی رو نمیگم. کتاب های تاریخی توسط یک انسان نوشته میشه و انسان، ما همه انسان ها ایگو سنتریک هستیم، فرد محور هستیم، یعنی دنیا رو فقط از دید خودمون میبینیم و چیزی که نوشته میشه روی کتاب تاریخ خاطرات یک فرده. استفاده از تاریخ بزرگترین ابزار توتالیتریزمه. یعنی چی؟ تاریخ، استفاده از یک کتاب دروغ، از تاریخ به عنوان فهرستوار، به عنوان علمی میشه استفاده کرد. ولی وقتی که شما شروع میکنید از واژگان کوروش و منشور و خیلی از برنامه‌های دیگه دارید صحبت میکنید، فقط این برنامه هست که یک برین واشینگ، یک شستشوی مغزی هست. این در مورد تاریخ. در مورد دموکراسی، دموکراسی یعنی شما واقعا فکر میکنید توی ایران با صندوق رأی یعنی دموکراسی؟ من از شما یه سوال میپرسم، دموکراسی توی ایران الان مثل این میمونه که شما دو تا آهو و یک لاک پشت رو بذارید توی مسابقه دو، دیگه هر کی برد، دو تایی که برد برنده است، اون نفر آخر بازنده است، حقی نداره. چرا؟ چون که رأی اکثریت نیاورده. این چنین چیزی وجود نداره. شما وقتی میتونید از دموکراسی استفاده کنید که اول لایه لایه کثرت‌گرایی و قدرت بخشی به اجزای مختلف، چه ملت ها، چه زبان ها، شاید یک قشر دینی، اونها هم حق زندگی دارن. فقط صحبت اینجاست که این کثرت‌گرایی وجود داشته باشه و این یکی از بزرگترین وسیله های دولت های استبدادی همین برنامه صندوق رأی هست. اینم از این بود، ببخشید اضافه. بعد یکی هم در مورد فلسفه بود. واقعا ما توی در مورد فلسفه، متاسفانه من، فلسفه یعنی چیزی بود، من توی 17 سالگی اولین مقاله‌ای که نوشتم 7 روزی که خدا شدم، چون من واقعا توی 17 سالگی فهمیدم هر موجود زنده‌ای یک قطعه‌ای از خدا هست و وارد جامعه شدم. حالا برنامه اون رو نمیخوام انجام بدم، ولی خب یعنی همیشه با فلسفه بزرگ شدم و همه رو زیر و رو کردم. متاسفانه توی ایران فلسفه خیلی خاموشه. فلسفه ما، من از یک خیلی بزرگی بخوام توی ایران نام ببرم، میتونم خب از خیامی نام ببرم. مگه چند تا شعر برده که میگم خیام یک هستیگرایی بوده که واقعا داستانی که داره میگه قشنگ بر ضد دین و اسلام است. خب به خاطر که همون سیستم استبدادی و خفقانی که بوده، خب نمیتونستن صحبت بکنن. یا حالا منصور، یعنی اینجوری من خدمت شما اسم ببرم، همون چیزهایی هم که ما داریم کتاب جالبی ازش نداریم. ولی شما ابن خلدونی که میخونید، اصلا نگاه میکنید میبینید نیچه، فکر کنم از ایشون تاثیر گرفته باشه. وقتی که نیچه میاد میگه چنین گفت زرتشت، واقعا اون دیدی که نسبت به زرتشت داره اون چیزی نیست که ما ایرانی‌ها فکر میکنیم. اون حسی که نسبت به پرژن و زرتشت و چنین گفت زرتشت، اون یک چیزی بود که جناب استاد خیلی قشنگ هم صحبت کردن در همون مورد که قبل از افلاطونی بود و برنامه‌ای که واقعا حالا وارد بحث به زرتشتی هم نمیشم. یعنی میخوام بگم در فلسفه، در زبان، در دموکراسی اکنونشون، شما الان نگاه کن توی کشورهای عربی با وجود دیکتاتوری مردم خودشون میخوان. خب بالاخره حداقلش اگه ما به عنوان کسی که توی غرب بزرگ شدیم بگیم آره دیکتاتوری سوات، اینا مردمشون دارن انتخاب میکنن. آیا مردمشون بخوان انتخاب نکنن اتفاق میفته؟ میبینیم اتفاقاتی که توی تونس افتاد، توی مصر افتاد، اتفاقاتی که در حالا ژئوپلیتیک و اون خیلی چیزا قاطی میشه. ولی در کل واقعا میگم مردم عرب رو، کل سیستم ایژوکیشن، سیستم گفتاری ما برای درست کردن دشمن درست کردن. ما با عرب ها دشمن بودیم توی 200 سال سکوت عبدالحسین زرینکوب، شاید اون اوایل یا وقتی که خفقانی بود. الان که ما نریم به عرب ها بپریم، ما نریم اون منطقه رو نابود بکنیم، به خدا عرب ها کاری به ما ندارن. اون خدایی که منظورم هستم اون خودم هستم، شما هستید. ببخشید فقط کلام گفتم که من در مورد، ببخشید صحبت زیاد شد، ببخشید. نه اتفاقا خیلی خوشحالم که جوان اندیشمندی چون تو در کنار من و اینکه از تاریخ گفتی، من
هابی من خلاصه نویسی. من واقعیتش اینه که الان چند ساله کتابای زیادی رو من خلاصه نویسی کردم. سیر حکمت در اروپا رو من خلاصه تاریخ ایران رو خلاصه نویسی کردم چون علاقه دارم. من معمولا کتابای عطور تاریخ رو میذارم جلوم میخونم و خلاصه نویسی میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم که مردم ایران و همین برای بچه های دور و برای خودمون توی این گروه های اینا نمیرن کتاب تاریخ رو دستشون بگیرن ولی تلفن تو دستشونه. تلفن تو دستشونه. من الان پروژه محمدسازی رو به قسمت 47 رسیدم که با صحبتی که با بچه ها کردیم که پی دی اف این کتاب رو من بزنم که دیگه برداشت خودشون و از صفویه تا خمینی رو نزدیک 50 قسمتش تموم شده. علاقه دارم. خب ببینید وقتی صحبت از تاریخ میکنیم یا وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم این واقعیت رو ما باید بپذیریم که ما مردم ایران به خاطر استبداد شاه و شیخ در طول تاریخ و به خاطر اون تفکر شیعه مذهبی که وجود داشت و یا کلا اسلام ایران و مردمش در طول این تاریخ باعث دگرگونی‌های عظیمی شد. در عین حال که این دگرگونی‌ها وجود داشت از دل این دگرگونی‌ها مردان بزرگی متولد شدند از بگیر فردوسی‌ها و خیام تا الان. خب این حاشیه ها رو که شما نگاه بکنید این ورقه رو که ثمره‌ای نداد به ما. مردم ما رو همیشه به عقب برد در این حال که مردان بزرگ درس‌های بزرگ میدادند ولی ما مردم ایران چسبیده بودیم به یک حاشیه تحجری که درش داشتیم دست و پا رشد کرد. سلام، خسته نباشید. گفتین ما مردم ایران، اینجا یه تناقضه. ما گفتین مردم ما ما مردم ایران، مردم ایران دیگه. ما مردم بگم کی بگم مردم چون روز صحبتتون با بهرام بود. افغانستان بگم مردمی که ما مردم دیگه. خب ببینید در یک چنین فضایی ما نیاموختیم دموکراسی رو. یه واقعیتی وقتی که من میگم بریم پای صندوق رای به خاطر اینکه ما شاید بعد از فروپاشی این نظام به یک نظام سکولار برسیم که صفا جان امیر از ایران ممکنه نتش زیاد پایدار نباشه. قربان برم صفا جان، خیلی با صفایی، خیلی خوشم اومد از کارایی که کردی. مرسی، سپاسگزارم. سلام و درود خدمت شما استاد عزیز دادیار و بقیه عزیزانی که بالا هستن و عزیزانی که پایینن شنوندن. خدمت شما عرض کنم که من صحبت های دوستمون آقای صفا رو شنیدم. ایشون حس در واقع میهم پرستی و انسان دوستیشون پاک بود، اما همونطور که آقای بهرام صحبت کردن برای من هم یک چند تا تناقض ایجاد شده بود در نوع صحبتاشون. من احساس میکنم دوستمون ندانسته بعضی صحبت ها رو گفتن و گناهی هم ندارن، چون که ما اعتقاد داریم، یعنی ما که در واقع کسایی که ما رو ایرانی خطاب نمیکنن، منظورم اینه، ما ملیت ها مثل کرد، ترک، عرب، فلان اینا اعتقادمون اینه که جمهوری اسلامی هیچ ربطی به اسلام نداره و اینا اصلا هیچ ربطی به عربا نداره، چرا که اینا اصلا هیچ چیشون نه به اسلام
شبیه اسلام، نه چیز دیگه. این از این. مسئله دوم، شما از تاریخ صحبت کردین که من خودم خیلی علاقه‌مندم که بدونم از چه سالی و کجا تاریخ رو میدونید. تاریخ بلوچستان رو میدونید، تاریخ کردستان، نمیدونم جاهای دیگه. اینا هم خیلی مهمه، چون تاریخی که ما داریم خیلی تاریخش بزرگتر از این چیزی، از این جغرافیایی که الان اسمش ایران هست. تاریخ ما بزرگتر از این جغرافی هست. در واقع ما اعتقاد داریم این کل این کشور برای این قشر خاصی نبود و نیست. همونطور که خودتون میدونین ایران کشور رنگین کماریه که داره ملیت های گوناگونی اصلا به این طریق کنار هم سالیان سال قرنها زندگی کردن. همونطور که استاد عزیز دادیار هم میدونن، نمیدونم گفتن براتون یا نه، تا قبل از این رژیم پهلوی ملت ها در واقع با آرامش زندگی میکردن بدون مشکل. حالا درسته ممکنه یه سری چیزها رو نداشتن، ولی اما در واقع حقوق شهروندیشون به نام بلوچ و ترک و کرد و عرب و ایناشون حفظ میشده و حتی زبان و فرهنگشون حفظ میشده. اما بعد از روی کار اومدن رژیم پهلوی تمام این ملت های داخل ایران، جغرافی های مملکتمون ضربه بزرگی به تاریخ و فرهنگشون وارد شده تا به امروز. ما شیعه رو که شما عرض میکنین از زمان شاه اسماعیل صفوی وارد ایران شده. ما اصلا شیعه ای نداشتیم تو ایران به جز 4-5 شهر. تمام این مملکتمون اهل سنت. خب این دومین مسئله. همین حافظ و سعدی و غیره و ذالک همشون هم اهل سنت. این تاریخ هایی هم که شما میخونین رو نوشته های تحریفی هایی که اینا هر کسی برای خودش همینجوری نوشته رو به خورد ملت دادن حقیقت نداره. در واقع آقای بهرام به درستی اشاره کردن. من احساس میکنم که شما انسان بسیار دوست داشتنی، مهربون، انسان دوست و مهربانی هستین، اما سعی کنید در گفتمانتون یه خورده رعایت کنید تا دلی را نرنجانید. ملت عرب در دنیا زبانشون یکی از زبانهای اول دنیاست. همین زبان عربی کاملترین زبان دنیاست. من عرب نیستم ولی اینو میدونم که زبان عربی یکی از زبان، حتی اولین زبانه که کامل هیچ چی قاطی نداره. زبانهای دیگه قاطی دارن اما زبان عربی هیچ چی قاطی نداره. خالصه. صحبت زیاده، من زیاد صحبت نمی کنم، بیشتر شنوندم. همین اومدم بگم که انسان ها بعضی موقع فاشیست نیستن ولی ندانسته میرن صحبت های فاشیستی میکنن، یا مثلا ندانسته بعضی موقع آدم ندانسته یه چیزایی میگه که هم خودش رنجانده خاطر و اطرافیانش میشن. مرسی، ممنون. ممنون قربان. دوستان، من یکم علاقمند شدم به این بحث تاریخ و اون صحبت هایی که جناب صفا کردن، ولی اصلا منظورم جناب صفا نیست. یعنی سوالم اصلا صحبتم رو به جناب صفا نیست. ببینید دوستان، شما برگردید به 150 سال قبل، یعنی همه نوشته هایی که تا 150 سال قبل، شما هیچ اثری از عرب ستیزی میبینید؟ هیچ اثری از اسلام ستیزی میبینید؟ هیچی نیست. همچنان که دوستمون آقا بهرام گفتن نه کورشی هست و نه چه میدونم خشایا، هیچی نیست. ولی از 150 سال پیش برای اینکه یه دولت مدرن تو ایران درست کنن، اومدن چیکار کردن؟ تاریخ سازی کردن. این چیزی الان به اسم تاریخ تو ایران رایجه، تاریخی که به زبان فارسی نوشته شده. این سراسر جعل،
و متاسفانه من توصیه میکنم به همه دوستان تاریخ رو نخونید، کمک نمیکنه به ببخشید آزادی. بله ببخشید ببخشید بله بله ببخشید یه بله پرانتز بله یه پرانتز بله تاریخ از کجا جعله و به کجا ختم میشه؟ توضیح میدم اگه اجازه بدید. چون گفتیم تاریخ که این تاریخ جعله. آره درسته. حال توضیح میدم. بله این تاریخی که الان رایج شده تو قول معروف کتابا و یعنی کلی اصلا میلیون ها میلیاردها دلار هزینه تاریخ سازی شده در طول 150 سال گذشته به اشکال مختلف. اون تاریخی که به قول معروف رسمی شده دیگه، یعنی درس داده میشه تو کتابا بهش میپردازن و اینا جعله. میشه خیلی صحبت کرد، یعنی میشه خیلی صحبت کرد، تمام مسائل رو میشه زیر ضرب انتقاد گرفت. من فقط یه نمونه برای شما آوردم. این همه عرب ستیزی اساساً یکی از ستونهای این ناسیونالیسم ایرانی که درست کردن در طول 150 سال گذشته عرب ستیزیه. ولی من بهتون میگم اسلام و اعراب بزرگترین خدمت به همین ایرانیا کردن. اونایی که خودشون الان ایرانی میدونن و ناسیونالیسم ایرانی، پرچم ناسیونالیسم ایرانی دستشون. یه دلیل خیلی ساده هم داره. ببینید تمدن برای هزاران سال در غرب و به قول معروف جنوب غربی ایران بوده. مرکز تمدن بوده از دوران سومر رو چه میدونید بوده دیگه، خیلی خیلی وقت. با آمدن اسلام که تمدن منتقل میشه به شرق ایران و برای همینه که میبینید زبان فارسی خیلی رشد میکنه. به قول شما فردوسی هست. این فردوسی هم هرچند این کتابی که الان به اسم فردوسی هست اینم زیر سوال ها. دانشمندان رشد میکنن، یعنی میشه مرکز خلافت اسلامی خراسان و بزرگترین خدمت رو بهشون کرده در طول 1400 سال گذشته. یعنی بی خودی نیست الان چنگولی چسبیدن به اسلام. ولی خب چیکار کردن؟ به قول معروف تاریخ سازی کردن. یعنی باید دشمن درست کنن دیگه، دشمن فرضی یعنی شما خودشون بشن معتقدین که قهرمان. اسلام تاریخش درسته؟ نه تاریخ اسلام خب به هر حال چون اسلام مکتوب شده، یعنی اسلام دیگه آره دیگه اسلام دقیقاً نه ببخشید منظورشون رو من بهتون میرسونم. منظورشون اینه که تا قبل از اینکه اسلام وارد این جغرافیا بشه بردهداری رایج بوده، به هر حال همه چیزهای دیگه هم رایج بوده، اما تا زمانی که اسلام وارد ایران میشه بردهداری و خیلی چیزهای نه من دیگه البته منظورم حذف من میشه. حقیقتا اون بخشش رو مطالعه نکردم. من منظورم من با اینه یه من با لحظه اسناد و مدارک به شماها ثابت میکنم خب اسلام پروژه دروغ تاریخ، اجازه بدین بزرگترین شما ببخشید بزرگترین من یه پروژه صحبت در مورد تاریخ بکنم آقای صفا، چون خیلی خواهش صحبت کنم. این 23 سال سکوتی هست، 23 سال اونا همه دستی هست. جهل بابا. نه خیر دقیقاً 23 این سال اصلا جنگ‌های در ارتباطه. 23 سال اصلا چیزی نیست. خب نه 23 من سال می‌خواستم من در مورد الان تاریخ عرب پروژه خدمت نه تاریخ عرب من خدمت وقتی شما میگم بگم. که پروژه محمد سازی، ببینید زمان آشوب به آخرین امپراتور ایران که وقتی میرسیم به انوشیر به چیز به ساسانیان، زمانی که هراکلیوس به ایران حمله میکنه و ایران رو در واقع حملات بیش از حد هراکلیوس بود که ایران رو به نابودی کشیده شد. اعراب به ایران اصلا حمله نکرد. شما دروغ مطمئنید بزرگ ایران تاریخه. توسط اسکندر نابود نشد هخامنشی؟ اسکندر من دارم میگم هراکلیوس. اسکندر که زمان هخامنشی بود، داریوش بود و که اون که اصلا سوالش فرق میکنه در رابطه
با آمدن اصلا این بحث خیلی مفصلیه، چون باید کتاباشو باید خیلی بحث مفصلیه، خیلی این داستان اصلا من نمیتونم آخه الان شما بیام. صحبت از پراکلیس کردید. اتفاقا من الان دارم کتابی که من دارم ترجمه میکنم در مورد تاریخ میتولوژی، یعنی افسانه ها در یونان باستان هست. یه چیزی که خدمت شما عرض کنم اینه که تو اون زمانی که شما دارید میگید، یعنی قبل از هخامنشی، ایرانی نبوده. اون موقع مادها بودن، حکمتانه که بله بله و دقیقاً. خب بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم. توی تاریخی که نوشته شده، شما کلا این تاریخی که به ما الان شما دارید در موردش صحبت بکنید، فلان سال، این برنامه حتی از نظر علمی الان ثابت شده که کلا تاریخ اشتباهه. یعنی این که میگن عصر برنز و عصر آهن و عصر حالا این عصر حجر، اصلا کل این تاریخ متفاوت میشه بعد از این یافتن‌های جدید. توی اسمشو دقیقاً نمیدونم، قبل تپه یه چیز اینجوری توی ترکیه هست که میگن متعلق به 12,000 سال پیشه. یعنی قبل جایی که میگفتن عصر حجر هست، اونها مثلا تا عصر برنز هم جلوتر رفتن. یعنی تاریخی که شما الان دارید به من میگید، یعنی حتی تاریخی که ما در مورد اهرام مصر هم میدونیم تاریخ درستی نیست. همه اینها ساختگی هن برای ابراز قدرت. ببینید دوستان، تاریخی که خصوصا به فارسی نوشته شده، رسمی شده، تبلیغ شده و مردم هم تحت تاثیر قرار گرفتن، از جمله مثلا جناب صفا مطمئنم هیچ منظوری هم نداشتن ولی رایج شده. مثلا عرب خیلی ستمگر و یعنی سمبل ستم و اله و بله، یعنی عرب ستیزی. این تازگی داره، یعنی این تازه است، مال 150 سال به بعد. میدونی چرا؟ یه لحظه اجازه بدید. آره یه همون لحظه. حمله عرب رو میگم، به خاطر عرب ستیزی رو میخوام تایید نظر شما رو بگم که چرا، به خاطر همین دروغ تاریخی که مردم دقیقاً ایران عرب نسبت به ستیزی. عرب ستیز کردن. ببینید آفرین، عرب حمله کرد ولی به اون منطقه‌ای که الان عرب ستیز شدن نه. فرخ جان من یه جمله فقط بگم شما ادامه بدید. عرب هیچ وقت به ایران حمله نکرد. دقیقاً حمله هیچ به وقت. ایران بعضی از مسلمان شده حجاز به ایران حمله کردن. عرب حمله نکردن. یه لحظه من فلسفه‌ای به نام اسلام نه اینجوری هست ولی من نمیخوام بیام توش، ولی اینجوری هست. اعراب حمله نکردن. اگر اسلام نیامده بود اعراب به ما حمله آنچنانی نکرده بودند. شب خونزنی در مرز ایران بوده. اعرابا توی خود ایران بودن، اصلا عربی اونجا وجود نداشت. اینا توی مناطق مختلف نمیتونیم بگیم اعراب وجود نداشت. نمیتونیم بگیم اعراب نه، توی ایران میگم، چون اعراب بودن ولی توی سرزمین ایران پخش بودن. ولی نه من منظورم نه یه جمله اون کسانی که به ایران حمله بودن، یورش به ایران در تاریخ، در زمانی که اسمش هست یورش به ایران، آوردن دینی به نام اسلام در ایران توسط مسلمانانی حجازی انجام گرفت. خود اعراب مکه و مدینه نخستین کسانی بودند که با اسلام جنگیدند، نه ایرانی ها، نه مصری ها، نه عراقی ها. آنانی که با محمد جنگیدند و بر علیه فلسفه اسلام جنگیدند اعراب بودند. در 76 جنگ اسمشون هم هست غزوات محمد. در اون جنگ اینه که هرگز اعراب به ما حمله نکردند. اعراب بهترین همسایگان ما. سپاسگزارم. بفرمایید. دوستان اصلا یادم رفت. آره بحث این بود صفا اعراب به ایران، حالا که میگیم ایران کلی بگیم حمله نکردن اینم درست نیست، چون حمله بوده، یعنی تو تاریخ هست، میتونیم پیدا کنیم. مثلا به کردستان حمله کردن، این بوده، این تو تاریخ هست. ولی اون اوایل بوده. بعد خود
قول معروف اکثریت مردم ایرانی که الان ما میشناسیم که کم کم خودشون مسلمون میشن. حالا کاری به اون قسمتش ندارم، ولی تاریخ که میخونی همین هایی که الان شدیداً اسلام ستیزن و پرچمدار ایران باستان و اینان، اسلام بزرگترین خدمت رو به اینا کرده، همین الانش هم میکنه، باور بفرمایید. ولی خب تاریخ که ساخته میشه به قول معروف نوشته میشه در شکل مدرنش در طول این 150 سال گذشته، یه باستانگرایی شکل میگیره تو ذهن ایرانیا که انگار مثلا قبل اسلام خیلی خوب بودن، بعد اسلام مثلا خیلی بد شدن. در اینم واقعیت نداره. یعنی باور بفرمایید اینشم، یعنی انواع و اقسام اسطوره و یعنی داستان درست کردن برای مردم همینه. یعنی این دید تاریخ گرایی که وارد سیاست میشه اصلا آزادی و دموکراسی به بار نمیاره، اصلا اعیم میکنه فهم آزادی خواهی و برابری طلبی و متاسفانه خیلی از ایرانی‌ها درگیر این مثلا شما بریم با هر کی که مخالف فدرالیسم صحبت کنین سری میره سر تاریخ. ما در تاریخ یه ملت بودیم و اله بودیم و بله بودیم. یعنی این متاسفانه ایدئولوژی ساختن از تاریخ تو 100 سال گذشته شدید روش کار شده و از پروفسور دانشگاهش بگیر تا آزادی خواه ترینش تا مذهبی ترینش، اینا درگیر این جعلیات تاریخن که کردن تو مغزشون و فهم آزادی خواهی و برابری طلبی رو عقیم کرده تو ذهن ایرانیان. این یه مسئله بسیار مهمه. واسه همین به شوخی گفتم بهتره که تاریخ مطالعه نشه، چون هیچ کمکی نه اینکه کمک نمیکنه به برقراری دموکراسی، بلکه برعکس. ببینید تاریخ باستانش هم یعنی اصلا شدیداً زیر سواله، شدیداً اون تاریخی که جعل کردن منشور کورش چه میدونم، یعنی کورش، خامنشیان، ساسانیان، یعنی پر از جعلیاته. بابا اینایی که دایره دار این گفتمانن اتفاقات 2 هفته قبل رو جعل می‌کنن. الان واقعا شما فکر میکنید اینا میرن دنبال حقیقت در 2000 سال پیش؟ اصلا. آقا همین کورش که میگن اگه اینقدر انسان مهمی بوده چرا اسمش تو تاریخ نیست تا 100 سال گذشته، تا 100 سال قبل؟ مگه میشه یه انسان همچین انسان بزرگی باشه هیچ کجا اسمش نیست؟ نه تو شعری شما اسم این شخص رو هیچ کجا، اگه مهم بوده. در حالی که مثلا میگیم چه میدونم حتی قبل تر از اون اسکندر، اصلا اسکندر تو ایران میشه امامزاده. یعنی اکثر مناطق ایران که میریم امامزاده چیزی به اسم اسکندر مقدونی هست. یا مثلا چه میدونم قبل اسکندر ما میگیم کیخسرو هست، مثلا تو شعرها در قرآن مختلفی اسم هست. چرا؟ چون این یه پادشاه بوده، یعنی واقعی بوده، یعنی تو فرهنگ مردم هست. کیخسرو یکی از پادشاهان مثلا مادها بود، یا مثلا اونی که یونانیان بهش میگن کیاکسار. ولی این کورش که اینقدر به قول معروف شده امام، یه امامزاده. بعد نه امامزاده میگن پیامبر همچین چیزی. خب من کاری به شخصیت ها ندارم تو تاریخ، ولی اینا این ایدئولوژی قول معروف که پایه استبداده برای قول معروف خر کردن مردم دیگه از تاریخ سوء استفاده میکنه. شده یه امامزاده بعد برای خودش مشروعیت میخره. این کاری که به قول معروف سلطنت طلبان چه زمان شاه چه بعد
که الان دارن انجام میدن و البته یه قسمت اعظمی از جمهوری اسلامی هم. این جمهوری اسلامی در واقع میتونیم بگیم ملی مذهبیه، یعنی اون دو ستون اصلی ایدئولوژی دولت مدرن در ایران، شیعه گرایی و قومی‌گرایی فارس. تاریخ سازی کردن چه میگن، یعنی در طول 150 سال گذشته من بهتون میگم میلیاردها دلار هزینه این چیزا شده. بعد مثلا پول سرزمین عرب، نفت عرب چاپن میرن هزینه این چیزا میکنن. بعد میگن ملت مثلا عربا ستمگر بودن. بابا این چیزا جوک اصلا جدی گرفته بشه. تا مثلا هم اجازه هست من به صحبتاتون بله یه چیزی قربان، اضافه بله کنم؟ ببخشید. بله در مورد تاریخ من احساس میکنم یک چیزی که باز طبق همون برنامه ابتذال شهر و همون متاسفانه یا کلمه شد حالا عادی سازی شهر، ببخشید عادی سازی شهر، یعنی یک اتفاقی میفته که توی اون یک نفر جریان همین عادی سازی شهر رو هانا آرنت توی کتاب آیشمن در اورشلیم میگه که همون آقایی که نازی که مثلا پشت میزش نشسته بوده فقط با امضا کردن میلیون ها نفر رو مثلا فرستاده پای چیزهای آتش کوره های انسان و این چیزها. میگه اون فرد اونجا وقتی که این کارو میکرده به ظاهر خودش یا اون چیزی که توی اون دادگاه توی نورنبرگ میگه که من فقط دستور مافوقم رو انجام میدادم، اجرا میکردم. خب این دستور مافوق رو که شما اجرا میکنید این دلیلش چی هست؟ خب شما دلیلی که فقط و فقط به خاطر قدرت یا پول یا یه چیزی هست که اون برنامه رو انجام میدی، یعنی شما آزادی رو میفروشی. از اون فکر کنم جنگ جهانی دوم بود که اصلا این قانون پیش اومد که شما با میتونید از اگر توی ارتش فکر کنم آلمان مجبور کردن که شما اگر مثلا بالا سر شما به شما گفت مثلا یه کار ضد حقوق بشری انجام بدید، شما نباید انجام بدید چون مسئول شناخته میشید. حالا در مورد مسئله اسلام هم هست. آقای صفای عزیز عرب رو با دین ستیزی فکر میکنم خیلی مثل خیلی از ایرانی ها اشتباه گرفتن، چون این دین ستیزی چیزی نیست که مثلا فقط در ایران باشه، در تاریخ ما بوده. توی کشورهای غرب ببینیم هر جا ببینیم این برنامه دین ستیزی هست، چون حالا اون هم خودش برنامه خیلی جدایی داره. ولی صحبت اینه که حالا این دین برای چی به وجود اومده. شاید ما الان بتونیم از دین ستیزی صحبت کنیم، ولی شما باید در این داشته باشید که تو این جامعه‌ای بوده که شما مثلا همه رو میکشتن. واقعا انسان‌ها نیاز داشتن یک جامعه اجتماعی داشته باشن، یک قانونی داشته باشن، یک لو آف لندی داشته باشن، یک سنتی داشته باشن که اینا بتونن محافظت کنن. یعنی این دین اِوولوشن بود، یعنی ساختگی نبود، یعنی توی تکامل انسان‌هایی که از نظر فرهنگی دارن به تکامل میرسونن. یک اولین سوالی که انسان از خودش پرسید بدون شک این بود که یعنی که به اندیشه بزرگترین سوالی که بود سوال مرگ بود. یعنی انسان وقتی که فهمید میتونه الان بپرسه، مثلا حیوان‌ها در لحظه اکنون هستن، به هیچ عنوان مثلا به 2 دقیقه بعد فکر نمی‌کنن. یعنی تا اونجایی که من اطلاعات دارم برای همین همیشه توی اکنون دارن زندگی میکنن. ولی تفاوت ما با حیوانات چیه؟ ما این مرگ رو پیش بینی میکنیم، ما مرگ رو دیدیم، آینده رو پیش بینی میکنیم و به عنوان یک انسان همیشه این بزرگترین سوالی بوده که ما رو اذیت میکرده و اِوولوشن ما برای که ما رو دپرس نکنه، زنده نگه داره که بتونیم ایولو بشیم، به تکامل برسیم. مسئله داستان رو اول میاره. انسان اول، اون داستان اولی که از گیلگمش هست، میره که اون عمر جاودان رو کشف کنه. عمر جاودان رو نمیتونه کشف کنه، چیزی که همه انسان‌ها همیشه در تاریخ دنبالش بودن. میاد یه شهری میسازه، یه شهر تاریخی از خودش میسازه و بعد داستان‌ها میشه و اینجوری میاد که اول داستان‌ها بودن، همون هراکلیوس و هرودوت و خیلی چیزها، تا اینکه وارد میشه به ادیان که زرتشت توی ادیان زرتشت یکی از اولین ها بوده که یک سیستم جدید دین رو ایجاد میکنه که باعث به وجود اومدن خیلی ملت های جدید میشه، فرهنگ های جدید میشه. و بعد از زرتشت هم اسلام است، چون همون زرتشت یه مقدار که ازش میگذره مثل همیشه به فساد میخوره، اشرافیت بالا بوده، ظلم زیاد بوده
100% چنین چیزی بوده که باعث میشه که امپراتوری که میگن با یک ارتشی که توی اون زمان باید صدها کیلومتر رو از کجا میومده و توی اون راهی که داشته میومده باید چند تا ملت رد میشده، از چند تا کشور رد میشده. ببین همه اون کشورها هم باش هماهنگ بودن، حالا یا خریده بودنش یا از ظلم پرژن امپایر در عذاب بودن. در هر صورت وقتی که اینها میان، حالا در اول هم جنگی که اتفاق میفته، حالا در مورد اعراب دارم میگم، صحبت ببخشید در مورد جنگ قادسیه دارم میگم و دین اسلام ورودش توی ایران بدون شک برای سالها فوق‌العاده تاثیرگذار بوده، باعث رشد مردم شده، باعث شده که بتونن یک خط درست حسابی داشته باشن، باعث به وجود آوردن یک سیفتی نت میشه، یک امنیتی میشه که خارج نظام الملک ها و خیام ها و بقیه میتونن رشد کنن، همونجور که استاد عزیز قشنگ فرمودن. حالا برمیگردیم به اکنونی که از وقتی که نیچه میاد میگه که حالا این حالا مدرنیته که داریم رد میشیم، از پست مدرن صحبت میکنیم و میدونیم که واقعا دین دیگه نو گود، برای اینکه امتحان خودش رو پس داده. تا زمانی خوب بوده ولی با توجه به الان دیگه واقعا شما نمیتونی اسلام رو مادرنایز بکنی، چون بیس اسلام بر مسائلی هست که در مقابله با حقوق بشر هست. پس اینجا هست که اگه میخوایم پسا مدرن باشیم میتونیم در مقابل دین اسلام صحبت توهین نه صحبت بکنیم، میتونیم با اسلام گفتگو بکنیم و میتونیم از اگنوستیک یا حتی ایتیست باشیم، میتونیم در مورد اون صحبت کنیم. ولی الان مسئله‌ای که میکس شده اینه که ما عرب و دین رو یکی میدونیم. شما نمیدونید چه انسان‌های عرب فرهیخته آتئیستی وجود دارن که توی کشورهای غربی مثلا تحت حفاظت FBI یا کشورهای غربی هستن، بخاطر که چی؟ مثلا میترسن یک ایرانی براش فتوای مرگ بده یا یک پاکستانی بره بکشتش. عرب که نمیره بکشه یکی رو برای نوشته. شما نگاه کنید توی بنگلادش و توی پاکستان آدم میکشن برای یه پرانتز کوچولی تو سخنان بهرام جان داخل کنم به این مسئله پایان بدیم. ببینید دوستان، نقد اسلام برای نخستین بار پس از ظهور سلفیونی مانند شیخ محمد عبدو و شلتوت در قاهره در ازهر مصر، پس از اون نوپردازانی نواندیشانی وجود اومدن مثل اخوان المسلمین، حسن سید محمد امین فاطمی خواهرشون، یک نهضت نواندیشی وجود اومد. اما تا قرآن، یعنی تاریخ اسلام و قضاوت‌های اسلامی رو، شریعت اسلامی رو زیر ضرب بردن، اما به قرآن نپرداختن، ترسیدن از ذهنیت بودا و از سلفیون نگذشتن. در مجموع نواندیشان جدیدی مثل الخوئی، ابوزید، اینا پدید اومدن که اینا رو از ازهر بیرون کردن. طه حسین بود، بهزاد شاطی بود، حسن الهیکل بود. اینها بعد وقتی که اینا رو بیرون کردن، دانشگاه الازهر بود و اینا اونجا رفتن. نخستین متقدم ترین نقدگران اسلامی که به نقد کتاب قرآن پرداختن الخوئی بود، ابوزید بود و بعدا یک الجزیره‌ای تبار که در فرانسه زندگی میکرد به نام آقای اسمش یادم بیاد ایشون بود. یعنی بیش از خود اعراب هیچ کسی، البته غربی ها بودن مثل بسیاری از دانشمندان یک لهستانی بود، اینا پرداختن به حتی به قرآن، حتی این الف لام میم، نمیدونم الف ها تا ها یاسین، اینا رو در آوردن. اینا رمز راز الهی نیستن، اینها نام مختصر افرادی بودن که آیات یا سوره ثابت در کمیته 4 عثمان و اینا رمز نیست. مسلمان تا اون روز که منتقدین غربی نام اینا رو در نیاورده بودن، گفتن الف لام را، الف لام میم، اینا رمزهای الهی است و ما نمیدانیم. ولی کنکاشگران غربی به اینا پرداختن، اسامی رو در آوردن، مال اینه. به هر رو متقدمین
در نقد خود اعراب بودن. مثلا بزرگترین شاعری که ما الان بزرگترین شاعرمون حافظ مولاناست که خیام عطار، ولی در غربی ها حقیقت غربی بزرگترین شاعر ابوالکلام مودودی، یک از اسلام برگشته است و اون در واقع به نقد پرداخته و پیغمبران دروغگوی واقعی جهان. ابوالکلام معری در فلسفه ادبی در ادبیات غرب به عنوان شاعر و فلاسفه معرفی میشه، یعنی با وجود خیال با وجود حافظ به اون میگن شاعر و فلاسفه. یعنی یه آدم کوری که شما تصور کنید که 8 سالگی کور شده و بعد البته از یه خانواده ثروتمند اشرافی در معرض مثلا سوریه عرب زندگی کرده در اون زمان. و بعضی از نویسندگان فرانسوی نوشتن ابوالعلا تا امروز از زمان خودش متقدم است، جلوتر است. اینه که اگر راجع به اسلام سخن بگیم، نخستین معتقدین و نخستین مخالفین با اسلام در خود زمان محمد اعراب، پس از محمد خود اعراب هستن. سپاسگزارم آقای انزابی اومده، بذاری این مبحث رو یکم ببریم جلو که از خود رو من دور نشیم. آره یک کوتاه از بفرما. درباره عرب ستیزی. واقعا این مسئله خیلی جدیه تو ایران، یعنی نژاد پرستی خیلی شدیده به نظر البته من. به اون طرف رفته ولی بیپایه نیست، ولی به اون طرف زیاد افراطی شده، بیپایه نیست. وقتی یک کشوری مورد یورش یک قوم قرار بگیره طبیعی که خب ناراحت میشن. نامه‌هاش رو برگردوندن، آینه‌هاش رو سوزوندن، نه حمله اجازه شده. بدین عزیز، نامه‌هاش رو نباید محمد و عبدالله و علی اکبر میشد دیگه. عزیز من یک کم اجازه بدین به افراط درازی شد. نه اجازه بدین. این عرب ستیزی به قول معروف بر اساس یه تاریخ جعلی که 150 سال پیش تا الان درست شده، در واقع شده نژاد پرستی، یعنی شدت، من میگم به افراط گرایی شده. یعنی به افراط نه دیگه، یعنی عرب ستیزیه، یعنی درست شده، نه اینکه مثلا قبلا بوده بعد الان افراطی شده. قبلا نبوده بوده. ما نهضت‌های زیادی، ما 7 تا 8 نهضت ضد عزیز من. سلطنت عرب اصلا داریم. عرب عرب در ستیزی ایران نبوده حکومت کردن. تنها. آخه اینجوری نیست، این دیگه تاریخیه که آخه اینا دیگه همون تفسیرهای ایدئولوژیک از تاریخه. من میگم عرب درسته حمله کردن، ولی به کردستان حمله کردن. از قضا ولی اینا البته من عرب نمیپذیرم حمله کردن، هرگز نمیپذیرم عرب. حالا اجازه بدین صحبت من تموم شه. این جنگ قادسیه و اینا بوده، واقعی بوده، ولی به کردستان بوده. از قضا اینایی که الان عرب ستیزن، اسلام ستیزن، اینا همکاری کردن. یعنی قول معروف به کردستان حمله کردن. کردها هیچ مشکلی ندارن، تاریخه. قول معروف شاه بخشیده، چه میدونم رعیت نمیبخشه، اینا تاریخ بوده. ولی این عرب ستیزی که تو ایران هست خیلی مسئله جدیه، بسیار جدی. و اساسا این عرب ستیزی رو بگیری، این تاریخ جعلی رو بگیری از اینا، هیچی براشون نمیمونه. یعنی تمام مخالفین حقوق ملل آبشخورشون همین تاریخ جعلیه که باید بهش پرداخته بشه و متاسفانه زیاد پرداخته نمیشه. وگرنه یعنی تاریخ رو اگه از دید یه قول معروف تاریخدان، نه تاریخ فارسی که نوشته شده، بخونی میبینی اسلام فقط خدمت کرده به اینا، یعنی همیشه در خدمتشون. بیخود نیست که مثلا چه میدونم همون تاریخ رو که میخونین، این بابک خرمدین یه قول معروف ایرانی میکشدش، باعث میشه که بزرگترین چیز زمان خودش بوده قیام. یعنی تاریخ اینی نیست که رایجه، اینو مطمئن باشید، پر از جعلیات. هدفم اینه که یه
ایدئولوژی ساخته بشه برای حکومت، برای سلطه همین حکومت پادشاهی و جمهوری اسلامی که میبینیم. یعنی تاریخ میشه ایدئولوژی نه سراسر این دو تاریخ. بخشه دیگه. بعد از صفویه، آره بعد از صفویه درست بود، ولی از پیش نه، از پیش هم دقیقا بزنید. میخواستم این دو همین صحبت بخشه. آره دقیقا این آره درست. نه این قبل ستیزی اونم بر بوده، اسلام قبل اون ستیزی شیعه از زمان نبوده. صفوی شروع شده در حقیقت. شیعه آره، هر شیعه دوره آره، هم هر شاهی هم که شیعه اومده درسته. برای به نفع خودش. آره. هر کسی هم که روی کار ببخشید معذرت اومده میخوام، به نفع خودش. گفتگوی دو نفره نکنیم. ببخشید التزام اومده، عذر میخوام، عذابی هم اومده. ولی خواهش میکنم قطع نکنین اگر صحبت میکنم. عذر میخوام، اول شما صحبتاتون رو بکنین ولی وسط صحبت من قطع نکنین. عذر میخوام از شما. اه، دوست عزیز، ما تاریخ خوندیم همون. عرب ها به ایران حمله کردن، به سرتاسر ایران، تا آخرین جنگشون هم بوین زهرا بوده. این بوین زهرایی که نزدیک قزوینه آخرین شکست خوردن و از اونجا دیگه عربا به طرف شما نتونستن و ری مرکز دعوای بین ایرانیا و عرب‌ها شد. دعوا شد، اصلا جنگ شد. واقعیت چیه دیگه؟ کسی نمیتونه منکر بشه. 200 سال اول تاریخ عرب‌ها حمله به عرب‌ها، فارسی صحبت، اون ستمی که به فارس عرب به زبان ایرانیا رفت تو زمان عرب‌ها بود. عرب‌ها سواره بودن، ایرانیا پیاده. جنبش شورویه را افتاد. قرامتیان اومدن. قرامتیان رفتن حجر اسود برداشتن ازبکا آوردن تو همین بحرین، سنگ توالدش کردن 22 سال. جنبش های زیادی تو ایران رخ داد. اصلا نبرد شد و در اکثر نبردها ایرانی ها شکست خوردن، عرب ها مسلط شدن. تا زمان صفویه هم حتی ایرانی ها هر حکومتی میکردن، غزنویان، سلجوقیان، از حسنک وزیر به فرمان خلیفه کشته شد. این سلطان محمود غزنوی میلاد جنگ میکرد، بخشی از قناعی رو باید میداد به خلفای عباسی، یعنی تایید میکردن حکومتی. اینجوری نبود. خلفای عباسی حتی تو زمان سلجوقیان، قارسشایان هم بر ایران حکومت داشتن. مشروعیت ایرانیان، حتی ایرانیانی که به سلطنت میرسن، ترکا که در ایران با سلطنت میرسن، باید مشروعیتشون از عرب ها میگیرن. قدرت عرب ها از الجزایر بود، از نزدیک مرز بود تا آخر. 700 سال تو جهان حکومت کردن. کسی نمیتونه منکر بشه. زمان عربی هم زمان مسلط همه جا. بدون چونه چرا نبردهای بسیار هم رو مبارزان به قول من تو ایران در هر قسمتش برای عرب هم انجام میده. تاریخ جعلی یعنی چی؟ ما هزاران نوع تاریخ داریم. تاریخ تمدن ویلدراند گرفته، هزاران نوع تاریخ تو جهان است. با خود معلم ادبیات تاریخ بودم و من نمیدونم کدام تاریخ جعلی. چی جعلی؟ نبرد بوده، نبرد با اسکندر بوده، نبرد آلمانیا بوده با فرانسویا، نبرد آلمانیا بوده علیه مسیح. همین آلمانیا سرنوشت مثل ایرانیا داشتن، به زور مسیحیت پذیرفتن. هنوز که هنوزه تو آلمان بازگشت به قبل از دوران مسیحیت باز رواج داره. ایرانی هم همیشه بازگشت به گذشته هست. ما بازگشت به گذشته رو نفی میکنیم به این دلیل که میخوایم آینده رو ببینیم، وگرنه برای هر ملتی یه بازگشت به گذشته هست. حتی اروپایی که میخواستن وارد رنسانس بشن اسم خیابوناشون هم یونانی میذاشتن. حتی تاریخ تقویمشون هم عوض کردن که با مسیحیت نخوره. یه مدتی میتونید تاریخ رو بخونید. برای اینکه ظلمی که مسیحیت در اروپا انجام داده بود، اروپایی سعی میکردن به اصل طلایی یونان برگردن به خیال خودشون. یعنی اینجوری نیست. این درگیری ها همیشه در تاریخ بوده. اینکه جعلی بوده هیچ کدام هم جعلی نبوده، واقعیت. خود آلمانیا این مصیبت داشتن، مسیحی نبودن، به زور مسیحی شد. ایرانی هم مسلمان نبودن، به زور مسلمان شد. کسی نمیتونه منکر بشه. کسی اینو دیگه نمیتونی منکر بشه، به زور مسلمان شد.
فارسی هم قدغن بود صحبت کردمش. همه کتابا رو از فارسی به عربی برگردوندن و نزدیک 200 سال جرئت نمیکردن مردم فارسی صحبت کنن. هر کی میخواست دبیر بشه اسمش عوض میکرد، فامیلیش عوض میکرد، خودش به یک قبیله عرب وصل میکرد. بشار ابن برد تغارستانی اسمش عوض کرد. اصلا شعر داره، کتابش هم تو قرن چهار پنج نوشته شده، هجری نوشته شده. ابوالفرج اصفهانی راجع به موسیقی صحبت میکنه، اصلا یک کتاب 2 جلدی هم هست مال اون دورانه. و اونجا میگه بشار ابن طاغرستانی اسمش عوض میکنه، خودش به یک قبیله عرب نسب میده تا بتونه تو میان عرب‌ها زندگی کنه و بتونه شعر بگه. هر کدام از کسانی که دبیر میشدن باید اسمشون رو عوض میکردن. چرا اسم من و شما عوض شده؟ همه اسمای ما عوض شده. همه اسم 90% اسمایی که الان تو ایرانه اسمای عربیه. احمد و محمود و علیرضا و همه عربیه. از کجا اومده؟ این از زمان دوران صفوی استارت نه شده عزیز است. من، قبل از چرا صفوی هم بوده. این قانون، نه قربانت این برم این قانون، حرف این به من قانون نزن دیگه. قانون نه این صفویه قانون چیه اساسی قربانت برم؟ نه صفوی عزیز من، حکم نه. بود که تمام فرزندان آقا علی من نمیدونم داشتند شما کدام فقط تاریخ اول خوندید. حداقل به قول من یه تاریخ نام ببر، یه تاریخ نام ببر که بگو مثلا همه محمود شما سلطان محمود اسمش شما این محموده. تاریخ از نام کجا ببر. اومده محمود؟ شما محمود تو بگو ترکا بوده؟ محمود تو شما ترکا کجا بوده؟ شما کجا خوندی به من بگو. سلطان محمود، گفتن اسم سلطان محمود. ابوبکر زکریای رازی پیش از صفوی است. ابوبکر زکریای رازی، عمر خیام، اینا پیش از صفوی است آقا عزیزم. اینا محمود چیه میزنی؟ مخالفن با این منطقه عالی رضا. سعدی اسمش چیه؟ حافظ اسمش چیه؟ همه اصلا مهم عربیه. نیست علی رضا، اصلا اه. مهم نیست. اینا نه خودشون آخه در تو میگی یک تاریخ علاقمند جعلی. بودن. ببین ما دیگه از اون بر علاقمند بام بودن. نیفتیم دیگه. از اون با مفتاح خیلی بده. این نبر تو ایران بوده، تو نه اروپا درست بوده، نیست. علیه مسیحیت، علیه اسلام، علیه یهودیت. خب درست مبارزه نیست. است. تو ایران خب یه منکر قسمتش میشی. بوده، یه قسمت نبوده. خودشون خواستن، خودشون هم پیمان عرب بودن، رابطه بسیار نزدیکی با اسلام داشتن، اسلام رو کی پذیرفتن. اینو گفته؟ از اصلا کجا آوردی؟ من خلافت تو کدام اسلامی تاریخ خوندی؟ من غیر این همه تاریخ دارم. مجزا. بیا خونه من عزیز، اومده بعد خونه من به میگی اندازه یک کتاب فارسی، خونه کتاب دارم. نه میگی تو از کجا کتابای خوندی؟ از فارسی کسی کی خوندی؟ تو نام یه تاریخ ببر. لحظه یه لحظه یه لحظه. آخه یه چیزی ببین بگو. نه من که حرفای نه نه از کله کسی در بیاد که قبول نمیکنم. من به اندازه یک کتاب خونه خب کتاب دارم، همینه، میتونی همین بیای. میگم کتاب تاریخ میخونی بهتره که نخونی، چون جهل کردن، چون این چیزا واقعی بابا نیست. بابا ولمون کن تو رو خدا. تو از کجا اومدی که میگه کتابو جعل کردن؟ کتابو که نمیشه جعل کنه که. نه این تاریخ رو منظورم، این یعنی کتابای کتاب و تاریخ تاریخی، بقیل به هرودوت جعل کردن، کتابای کتاب فلان جعل کردن. علیرضا جان، یه علیرضا جان، لحظه قول فرخ حرفش از یه جا درسته. هنگامی که اینو فقط گوش کن، من 2 جمله میگم. بفرما. هنگامی که عباسیان دیدن که ایرانی ها تسلیم نمیشن به لحاظ ذهنی، یک قومی از خود ایرانی ها مزدوران رو استخدام کردن. این که میگه خودشون خواستن درسته. یک قومی از ایرانیان وطن فروش، میهم فروش، دین فروش رو درست کردن به نام ملاییت. براشون منبر و محراب در هر دهکده‌ای درست کردن، القابی بهشون دادن، حقوق ماهیانه بهشون دادن، طوق مجوسی رو به گردن اونا به ما نینداختن. دادم. به اینهاش مصری ها چیه؟ به ما دادم. علی به مصر، به رضا یمنی ها آفرین. چیه؟ به یه همه به لحظه دنیا. همه به همه به همه خواهش دادن. میکنم، خواهش همه ربطی به دادن. میکنم، ایرانی ها نداره. خواهش میکنم علی رضا یه 5 دقیقه نزنید تو حرف من که من من تو توضیح. حرفتون نمیفتم، ولی حرفت سند نداره. فقط میخوام اینو بهت آره بگم. فقط باشه. به هر خدا حال حافظ. اینجا من میرم که گفتگو شما راحت صحبت کنید. نه 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 نریم، نه میگه آخر این دارم برای صحبت نیست. شما. من نمیخوام حرفای چیز بیشتر از هم دیگه، حرفای به قول پانفاشیستی بیشتر. من اصلا دوست ندارم. آها شما دیگه چون ضد ایران ایرانی شدی دیگه از اون ور افتادی. نه ضد تو ایرانی الان داری علیه نیستم. ایرانیان من صحبت می‌کنی. خیلی بده. من آخه به قول من اینجوری فدراتی نیست، برای ایران میخوام، من فدراتی آخه برای اینجوری نیست. عربستان ببین که این بحث نمیخوام. تاریخ. کجا ضد عزیز ایرانی من صحبت وقتی برمیگرده میگه ایرانی ها اینجوری، ایرانی ها اونجوری، خود نشه میده ضد ایرانیه. در حال من فدراتی عالی برای رضا من ایران میخوام، فدراتی تاریخ برای آمریکا که نمیخوام، برای آلمان نه که نمیخوام، این فدراتی برای برداشت ایران شما میخوام. اینه آقا علیرضا، به شما احترام بهتره برین برداشت شاهرست شما گوش اینه. بدین. شوخی میکنم علی رضا، گوش بدین. حالا
گفتگو دیگه، قرار نیست نه هم دیگه رو قانع کنیم، تو گفتگو گوش میدیم به صحبت هم دیگه. رفتم. ولی دوستان این که عزیز گفتن لحاظ ذهنی اسلام نتونسته ایرانیا رو به قول معروف اسلام بهشون به قبولونه که قبول کنن، یه قومی و یه قبیله‌ای رو مزدور کردن. اینم درست نیست. ببینید اسلام دقیقاً با منتالیته بخشی از مردم ایران تطبیق کامل داره تاریخاً. ببینید این دوستمون آقا بهرام از زرتشتی گفتن. مادر اسلام دین زرتشتیه. مادر اسلام یهودیت و مسیحیت دین زرتشتیه. اساساً دین یکتاپرستی، زایده منتالیته و درست شده همین بخش که منظور نظر منه از مردم ایرانه. ببینید تا قبل از دین زرتشت اصلا دین وجود نداشته، یکتاپرستی. دین زرتشت برای اولین بار میاد، یعنی خدایی درست میکنه، شیطانی درست میکنه، بعد این خدا آسمانیه، بعد قانون داره، بعد مردم باید ازش پیروی کنن، باید جهاد کنن. فرق جان یک تا پرستی از مصری هستم. از کجا؟ از مصری ها. نه آیین مهر اصلا یکتاپرستی نیست. خدایان مختلف بوده. میترام مثلا خدای اصلی بوده، آناهیتان بوده، خدایان دیگه بوده. اصلا شیطانی هم وجود نداشته اهریمن. ببینید این نیچه که گفتن چنین گفت زرتشت، اونجا منظورش اینه که زرتشت برای اولین بار دین درست کرد و من اولین انسانی هم که اینو از بین میبرم. جهاد یه پدیده زرتشتی